آترین KMZ سلام، زینب سلام، محمد سلام. بچه چطورید؟ چه خبر؟ بچه 2 تا بزنید رو صفحه لایک شه. کسی گفتی اول؟ من اول بودم. آقا مهم نیست کی اول بوده بچه. خوبی؟ این چه خبر؟ امشب امروز یعنی ترنم سلام. امروز خیلی دیر استارت زدیم و حالا چون خودم هم میذاره درگیر بودم کار داشتم و یه قرار با هم دیگه امشب کیف کنیم. آره سلام رضا کینگ، چاکرم. تارا چطوری مهدی؟ تارا کیه؟ تارا چطوره؟ منظورت اینه تارا هم خوبه. چه خبر بچه؟ 2 تا بزنید رو صفحه بچه. الان 5 نفریم. 5 تا لایکمون رو اول تصیب کنیم. بزنیم بذار شلوغ بشه که بتونیم اول شروع کنیم. چاکرتم، فداتم آرزا. امروز اومدم با یه جریان و مبحث و یه کامیونیتی باحال، میدونی؟ مهدی سلام. اینو خواستم حال نیرو رو بدونم. هلنا سلام. بچه ها تا جایی که من میدونم نیروی یه ذره اوضاعش خرابه، یعنی اونقدر نه، یعنی هنوز به هوش کامل نیست و نیاز داره که فقط براش دعا کنید بچه. فقط براش دعا کنید که از این حالت بیرون بیاد، برگرده به زندگی. فقط براش دعا کنید. هیچ کاری از دست هیچی بر نمیاد. تو بیمارستان فقط براش دعا کنید. ریحان سلام. فقط دعا کنید براش. دمتونم گرم. دماغم خواهش میکنه یکی پشت سرم داره حرف میزنه. لایک 3 مرسی بچه. 2 تا بزنید رو صفحه لایک شه. میخوایم بریم برای شروع داستان. 2 تا بزنید رو صفحه لایک شه. رویداد تناز مهربانم میشناسم. آره داستان چیه؟ مهراد جان سلام عزیزم. قرار با هم دیگه داستان رستم و سهراب رو بشنویم. یعنی من براتون اگه اجازه بدید تعریف کنم و شما بشنوید و لذت. کیمیا سلام. سلام مهدی. قضیه اون شب تصادف کما چی شد؟ سلام مهدی جان. سلام عزیزم. خدا رو شکر وضعیتش وضعیت ثابتیه. خب فقط نیاز داره که شما دعا کنید که حالش مساعد بشه. میدونی چی میگم؟ فقط نیاز به نه فرشید جان، اهل چی نیستم داداش، اهل چی نیستم. نگران اونی که تو میگی فقط دماغ نیست، باید کل بدنم بخوره سلطان. به تعریف. بذار بچه ها بیان. بذار آقا جواد بیاد چون آقا جوادم خیلی دوست داشت. سرجان سلام. خدا را شکر ایشالله بهتر میشه. غم چی؟ مهدی جان مرسی که جوابمو دادی و اینکه خبری شد خواهش میکنم به من بگو. چشم. هلنا عباسی سلام. داخل لایو بودید که نیلوفر حالش بد شد؟ نه ما ساعت 2 من لایو گذاشتم. 1 شب مثل اینکه تصادف کرده. فاطمه اسمم مهدیه، توی رشت زندگی میکنم. سلام زینب. و سنمو خودت بگو دیگه، به نظر چند سالم؟ آقا جواد سلام. دارم استاد لایو میزنم. اگه دوست داشتی تشریف بیارید. میخوایم شروع کنیم برای داستان.
به بنده خودم بگم، چون دیشب بهم گفته بود اگه میخوای بذاری من بگو. آقا سلام. آقا جواد هست مگه؟ نیومده. جواد جان سلام. آقا جواد خیلی مخلصیم، چاکرم. آقا جواد میخوام امشب داستان رستم و سهراب رو تعریف کنم. دو تا بزنین رو صفحه لایک شه بچه‌ها. زیزی سلام. محمد رضا سلام، چطوری؟ و آقا جان سلام، خوب هستین؟ خواستم ازتون معذرت خواهی کنم بابت اون شب و اینکه اگه حرفی زدم ببخشید، بزرگ ما. هلنا مرسی از اینکه عذرخواهی کردی. آقا جواد هلنا ازتون عذرخواهی کردن. اگه بخونید جواب بدید بعد بشه. سلام داداش، میشه داستان لیلی و مجنون رو هم بگین؟ رحمان جان آره، اول شاهنامه رو تموم میکنیم. خب تا اینجای کار ما یه سری پادشاه ها رو گفتیم و هفت‌خان رو گفتیم و الان میخوام داستان رستم و سهراب رو بگم. محمد رضا اینه دو بهم از نمیدیمشتی. وزیر سلام. ابوالفضل سلام. خانم نفیس سلام. مهدی پین کن چیو؟ مهدی جان قابلتون عزیز. این تلگراممو مرسی ممنون. درود پهلوان. سلام علی. سلام بچه، میخوایم با هم دیگه داستان رستم و سهراب رو براتون تعریف کنم بچه، ولی قبلش باید براتون شخصیت و کاراکتر رستم و کیکاووس که خیلی این دوتا مهمن. سلام عباسی جان. و این دوتا خیلی مهمن چون شخصیت اینا خیلی باید براتون الان مهم باشه. میدونین چرا؟ چون نقش مهمی کیکاووس توی این جریان داشت و رستم هم که اصل کاری بود. سهراب هم حالا کاراکترش رو بعد به مرور میفهمیم. اول از همه بهتون میگم کیکاووس چه جور شخصیتیه. کیکاووس پادشاه ایران بوده که 3-4 بار خریت خودش رو ثابت کرده. خیلی پادشاه باهوش و با نزاکت و با درایتی نبوده توی پادشاهان ما. رومو و جولیت رو بگو، حافظ ولمون کن بگو. خیلی اونم میگم حالا چشم. خیلی با درایت نبوده. خب کیکاووس یه پادشاهی بوده که یه ذره عقلش به تنش زیادی بوده. مثلا جنگ مازندرانی که براتون گفتم که اون هفت‌خان رستم به وجود اومد و رفت دیوها اینا اسیر کرده بودن، یکیش بود. یکیش جنگ هماوران بود، یه همین چیزیه. سومین چیزی که خیلی دیگه خریتش رو میخوام بهتون بفهمونم این بوده که بعد از جنگ هماوران یا هماوران ابلیس به دیوان خود ما جان سلام به دیوها و دیوان خودش میگه که آقا ما باید این کیکاووس رو نابود کنیم. کیکاووس باید از بین بره و ما شکست خوردیم یکی دو بار به واسطه کیکاووس و اینا. رحمان جان از این صحبت ها نکن سلطان، اینا اینجوری خنده‌دار هست ولی اینجا نه. بهزاد کریمی دیگه نخونم، مطمئن این چت رو نخونم، تعریف کنم. آره چون اینو میبینم هی باید ذهنیتم چیز بشه. آقا کیکاووس پادشاه ایران بوده دیگه. میخوام شخصیتش رو براتون بگم. آقا جواد اگه مسره هم هست سلام میکنم اگه هست، چون مسره هم دوست داشت گویا. کیکاووس پادشاه ایران بوده که جنگ مازندران اتفاق افتاده که هفت‌خان رستم رو براتون دیشب تعریف کردم. حالا ببخشید پریشب یه ذره خواب‌آلود بودم به خاطر اون قرصی که مازیار به من داده بود. ابلیس برمیگرده به دیوان خودش میگه که آقا این کیکاووس رو باید از بین ببریم. کیکاووس وگرنه دهن ما رو سرویس میکنه. تا الان با شانس و با حالا درایت و هر چی بوده دهنمون رو سرویس کردن. این کیکاووس از بین ببریم. این کیکاووس از بین ببریم که افراسیاب و توران بیان ایرانیان رو فتح کنن. توران اینو بهتون بگم که ترک ها بودن، عثمانی ها بودن. اینجوری بهتون بگم یه ذره بهتره. ایرانیان هم که ایرانیان بودن دیگه. یکی از دیوها خودش رو به شکل یک غلام در میاره، در دربار کیکاووس نفوذ میکنه و زمانی که کیکاووس به شکار و بزم رفته بوده میره و دستبوس کیکاووس میشه. میگه کیکاووس تو همه خوبی ها رو داری، تو پادشاه این جهانی و ابرقدرت این سرزمینی، ولی یک چیز رو هنوز یک ایراد داری، یک
جای خالی داری. کیکاووس میگه چیه و اینا، میگه تو هنوز از راز آسمان و خورشید خبر نداری، نمیدونی خورشید وقتی که شب میشه کجا میره، نمیدونی ماه وقتی روزه کجا میره، پس تو هنوز از دانشت یک چیز رو کم داری، دانش آسمان. میگه تو زمینت که خیلی پهناوره، خب جهانت بزرگه ولی از آسمان خبر نداری. کیکاووس به فکر فرو میره و میگه که ای یزدان، به خودش میگه مثلا تو خدایی، تو باید بدونی که اون بالا چه خبره. یه چند روزی با خودش درگیر بوده. کیکاووس یه ذره مشنگ بوده بچه‌ها، میخوام اینو بهتون بگم. یه تختی درست میکنه، یه فکری به ذهنش میرسه، یه تختی درست میکنه و چندین عقاب رو پرورش میده، از بچگی بزرگ میکنه. چهار طرف این تخت یه نیزه‌ای میذاره، روی نیزه گوشت میذاره، پاهای عقاب‌ها رو میبنده و اینا رو گرسنه نگه میداره و این عقاب‌ها برای اینکه به اون گوشت برسن باید بال بزنن و خب باعث میشه که این تخته رو با خودشون ببرن بالا. مثل اون الاغه‌ای که جلوش یه دونه هویج میذاری، الاغه میدوه. اینم همین کارو کرد. بچه‌ها خیلی جالبه، من میخوام یه سری چیزا رو بهتون بگم خیلی جالبه، شاید اینا رو نشنیده باشید، اینا شاهنامه است. این چارتا رو من خیلی خلاصه وار میگم و خیلی راحت میگم این قضیه رو که خودتون درک کنید کامل. این چارتا رو میذاره، چارتا رو میشینه روش و گوشت میذاره رو سرنیزه. عقاب‌ها هم که بزرگ شدن و بسیار قدرتمندن، گشنه هم بودن دیگه، عقاب‌ها میخوان گوشت رو بگیرن. تخت بلند میشه و کیکاووس خوشحال میشه که بالاخره من دارم میرم آسمان، ببینم آسمان چه خبره. انگار عزگر فکر کرده مثلا جت فانتومه که بره اون بالا. بچه حواستون باشه چیز بیادبی کسی کرد هاید کنید. این تخت از زمین بلند میشه و به آسمون میره. کیکاووس فکر همه جا رو کرده بود الا یه چیز. اونم چی بوده؟ این که اگه این عقاب‌ها دارن بال میزنن تو رو میبرن بالا، یه زمانی خسته میشن. دوتا هم بزن رو صفحه، اگه تا اینجا رو نشنیدی دوتا بزن رو صفحه. این داستانیه که شاید تا حالا بهش دقت نکرد. دوتا بزن رو صفحه. این عقاب‌ها که اینو میبرن بالا یه جایی خسته میشن و ممکنه که خستگی باعث بشه دیگه بال نزنن و سقوط کنی ابله. خب یه مسافت خیلی زیادی رو رفته بوده و داشته نگاه میکرد و منتظر بوده که بازم بره بالا و بفهمه خورشید کجاه اونا، که عقاب‌ها خسته میشن و سقوط میکنن. ولی عمرش به دنیا باقی بوده و باید توی داستان زنده میمونده. چرا؟ چون سیاوش رو باید به دنیا می آورده، یعنی پدر سیاوش داستان ماست که سیاوش بعد این جنگ رستم و سهراب، فردا شب اگه شد اونو براتون تعریف کنم، سیاوش هم یک نقش خیلی مهمی توی این شاهنامه اون داستانا داره. حالا بگذریم. میفته و شروع میکنه گریه و زاری. گودرز و چند تا از این پهلوان ها میرن توی دشت اینو پیدا کنن. اینا اون رفته و آسمون یه اول افتاده پایین. خب میرن اینو پیدا میکنن، میگن آقا کیکاووس، آقا مشنگ، تو پادشاهی، تو از نسل فریدونی، تو از نسل جمشیدی، آخه مگه میشه یه همچین چیزی؟ تو اینقدر خری؟ آقا نمیخواد آسمون رو نمیخواد چیز کنی، تو همین زمین و دریا، مگه چقدر دیگه ما از دست تو بکشیم؟ 3 بار ما رو به چنگ دادی. یه بار جنگ مازندران بوده که رستم ما رو نجات داد، یه بار جنگ هماوران یا هماوران اسمشو دقیق نمیدونم اون بوده که بازم رستم اومده ما رو نجات داده. دیگه بس کن دیگه. که از اونجا به بعد بچه‌ها کیکاووس تا همونجا هم زیاد به عنوان پادشاه قبول نداشتن اطرافیانش، یعنی قدرت اصلی مثل اجدادش فریدون و جمشید. این کارو که میکنه، سومین کاری که میکنه که میخواد پرواز کنه و اینا، دیگه قشنگ وجهه پادشاهیشو خورد میکنه. خب و همه اینو به عنوان یک پادشاه سبک مغز میشناسن. اونجوری هم نیست. کیکاووس هم خیلی چیز بوده، تند بوده، یعنی اصلا عقل هر چیزی که اینجا بوده سریع فرمان میداده و همون انجام میداده. این کاراکتر کیکاووسه بچه‌ها، یک آدمی به این شکل که میخواسته پرواز کنه، 4 تا نیزه زده. اینو بذارید کنار. حالا میخوام کاراکتر رستم رو بهتون بگم. این داستان ها توی شاهنامه هست. 2 تا داستان خیلی کوتاه تو شاهنامه. یکیش همین پرواز کیکاووس بوده، یکیش هم رستم. میخوام بهتون بگم جریان چیه. یک روزی از این روزها رستم دستان یا تهمتن یا پیرتن ما یک بزمی را میندازه تو خونه خودش. یک بزمی را میندازه و یک سری از پهلوان ها رو مثل گودرز و نمیدونم فلان اسمان زیاد یادم نیست،
اینا رو دعوت میکنه توی خونه خودش و یکی از اونا اگه اشتباه نکنم یا خود رستم، اینا رستم خیلی اهل عیش و نوش بوده بچه، اهل عیش و نوش بوده، خیلی شراب میخورده، خیلی بزم میکرده. در حالت مسیحی که بوده میگه آقا بریم توی چراگاه توران، توی سرزمین توران یه چراگاهی داره، یه دشتی داره، بریم اونجا شکار کنیم، بگیم بخندیم کیف کنیم. که یه عده مخالفت میکنن، یه عده موافق میگن اونجا برای افراسیاب ببره، ما اونجا چرا میخوایم بریم؟ میگه خول شدیم، یا شما میترسین؟ من که نمیترسم، من حاضرم برم. که رستم به همراه 7 نفر دیگه، یعنی با خودش 8 نفر عازم اون دشت میشن. اون دشت کجا بوده؟ توی خاک توران بوده. خب فکر کن ما رفتیم از اینجا توی مثلا خاک ترکیه داریم اشغال میکنیم. اینقدر رستم آدم پردل و جرأت، میخوام اینو بهتون بگم، از کاراکترش میخوام برسیم، بعد توی جنگ رستم و سهراب این کاراکتر خیلی به ما کمک میکنه. که رستم به همراه 7 نفر با خودش 8 نفر میرن اونجا، میرن توی اون دشت، داشتن شراب و اینا شکار کرده بودن، داشتن میخوردن. یهو رستم میگه که آقا ما که اینجا هستیم خبرم نداریم چند روز اینجا هستیم و اینا، 3-4 روز اونجا بودن، یا ما که نمیدونیم، افراسیاب خلاصه میفهمه میاد سراغمون، پس بهتره یه نفر رو بذاریم اون جلو که اگه این افراسیاب بوشون کشی کرد ما بفهمیم، یا نیان ما رو خفت کنن. که زوران رو معرفی میکنه، برای اولین بار اسم زوران میاد، یا زواران یا زوران. زوران کیه بچه ها؟ زوران داداش ناتنی رستمه. خب زال رستم، زال با یه کنیزکی هم در ارتباط بوده که زوران رو میزاد و زوران داداش ناتنی رستمه. بچه این داستان ها خیلی شبیه به یک سری داستان های دیگه است که ما براش گریه و زاری هم زیاد کردیم. حالا بگذاریم. و زوران رو میگه که زوران تو یه شرابی بخور، حالا یه ذره خودتو سیر کن، یه ذره از ما جلوتر، مثلا چند فرسخ اونورتر برو با اسب اونورا بچرخ، این سپاه مپای چیزی اگه اومد به ما خبر بدی، ما اینجا یو خفت نشیم، تو شب نیان، مثلا شب ما رو نزن، تو اونجا بمون. حالا اینا که زوران میره برای نگهبانی. فکر کن اینا اینجا هستن، یه کیلومتر اونورتر زوران داشته میچرخیده سر مرزه که ببینه کسی از اونور توران زمین نیاد. از اونور داستان افراسیاب خب پادشاه چیز بوده دیگه، تورانیان بوده دیگه. افراسیاب برمیگرده میگه که، یعنی خبر به گوشش میرسه که اینا اومدن اونجا دارن اشغال میکنن، تو کجایی فلان. افراسیاب چند تا از پهلواناش رو میفرسته به همراه 30,000 سرباز اگه اشتباه نکنم، که آقا برید دخل اینا رو بیارید تمام بشه بره. اینا چجوری جرأت کردن بیان تو توران؟ خلاصه اونا راه میافتن و اینور که زوران گرد و خاک اون سپاه رو میبینه، برمیگرده سمت رستم، میگه رستم چیکار داریم میکنین؟ اونا دارن میان، یا ما باید فرار کنیم؟ بهتر فرار کنیم یا نه؟ بهتر فرار کنیم رستم، چون اونا تعدادشون خیلی زیاده، بیان اینجا پدر ما رو در میارن، ما 7 نفریم کلا 8 نفریم. که رستم خیلی مغرور بوده رستم بچه، که رستم میگه بابا زوران جان عزیز دل من، خب با این تو برم، ما هر یه نفر 1000 نفر رو حریفیم، اونا هر چقدر میخوان باشن. زوران برادر رستم بوده، زوران اومده به رستم دستان ما گفته که آقا وقتی بریم اوضاع خیته، اونا میان مبرن به قول مشهدی‌ها. که رستم میگه آقا بیا اینجا یه جام بلبل بگیر. بچه بلبل اون بلبل چیز نیست، بلبل جام بزرگ شرابی بوده که اون موقع بهش میگن بلبل یا بلبل یعنی چیزی. میگه این بلبل رو بخور و کیف کن، اینجا بمون، اصلا تو خیالت راحت، اونا اومدن ما پدرشون در میاریم، کاری میکنیم که فرار کنن، ما خودمون یه گردانیم. که جنگ 7 گردان اگه اشتباه نکنم اسم این داستانه توی شاهنامه، 7 گردان یا 8 گردان. آقا اونا میان و زوران جوگیر میشه، میگه که آقا پس من میرم میزنم تو دلشون، همونجا
یکیشونو مثلا یکی از اون پهلوانا رو خلاصه میکشم و نمیذارم این ور بیان، شما هم آروم آروم برای خودتون بیاین. اینا میگن باش. زوران میره و این جام شراب خورده جوگیره دیگه. زوران میره و اینجا این رستم و این بقیه این پهلوانا دارن اشغال میکنن. زیزی از این حرفا نزن، شوخیش هم قشنگ نیست. زوران میره و جلوی سپاه تورانیان رو میگیره. یا فاک شید، یه دقیقه واسید ببینم اینجا گندتون کیه، گندتون بگو بیاد. که از سپاه تورانیان یک غول میگه میاد. اسم خدای پهلوانش رو یادم نیست، منو ببخشید. یک غول میگن داره میاد. زوران اول اینو میبینه یه ذره جا میخوره، میگه عجب درشت اندامیه، برای این میزنه من چو میکنه. زوران هم سوار اسب بوده دیگه. که اون پهلوانه میاد میگه ما اومدیم شما رو رنده کنیم بره. خب شما اصلا اگه هستی یک پیام بده خوشحال میشم. ما اومدیم شما رو رنده کنیم بره. آقا جواد، اون تورانیان که اومد اینا تو سرزمین تورانیان داشتن اشغال میکردن. فکر کن ما رفتیم مثلا ترکیه داریم اشغال میکنیم، یا به هیچ کی ربطی نداره ما از کجا اومدیم. که این پهلوانه با همین زوران درگیر میشه و زوران میگه توی روایت خود شاهنامه میخوام بهتون بگم، اول که با نیزه بلند همدیگر رو میزنن، نیزه ها میشکنه، بعد میرن سراغ شمشیر، شمشیر میزنن، شمشیرها میشکنه، بعد میرن سراغ گرز که اون پهلوان با یک ضربه زورانمان که همین داداش رستمه رو به زمین میزنه. رستم که این صحنه رو از دور میبینه، اینم بهتون بگم راستی ببخشید، اونی که اومده بود خنگ فکر میکرد این رستمه، چون خیلی شبیه رستم بوده، هم از نظر یه ذره ابعادی هم از نظر چهره‌ای خیلی شبیه رستم بوده. میگه من تو رو میزنم رستم، تو آبروتو میبرم اینجا الان. که اون میاد تو که هیچی بابا، بزرگتر از تو هم نمیتونه رستمو بزنه. نمیگه من رستم نیستم، میگه بزرگتر از تو هم نمیتونه رستمو بزنه، تو اصلا میدونی رستم کی و اینا. اون میاد و میزنه، میگه فلانیا نگاه کنی رستمو زدم زمین. رستم از اون ور میبینه داداشش افتاده زمین و اون دنبال خنجره که فرو کنه به زوران. رستم از دور یه دادی میزنه، یه نعره‌ای میزنه مثال شیران که ای بی ناموس. خیلی میخوام براتون جا بیفته، دارم خیلی عامیانه میگم، ای بی ناموس فلان فلان شده، تو اصلا میدونی داری کیو میزنی، داداش منو داری میزنی، بیا این ور رو ببینم و اینا. که اون پهلوانه یه ذره جا میخوره و نمیتونه خنجر رو فرو کنه. زوران از این فرصت استفاده میکنه و سوار اسب میشه و عقب نشینی میکنه. رستم نرسیده رسیده. بچه داستانهای شاهنامه پر از این اتفاقاست. خب یه ذره براتون جا بیفته. خب پر از این اتفاقاست. رستم نرسیده شبیه هکتور و اینا، نیزه رو فرو میکنه تو این زین اسب، فرو میکنه تو این یارو. اون سپاه تورانیان همه دال میارن، این از اون بالا اینو میگیره میزنه زمین. انقدر پرزور بوده رستم. سلام هلنا. که اون تورانیان همه هاج و واج وای میستن برای این کیه، این اومده فرو کرده اینو انداخته زمین، درجا میمیره اون یارو. که رستم یه نعره‌ای میزنه و فلان و این نفس کش بزنید به چاک، اونا یه عقب نشینی ریز میکنن، رستم برمیگرده و همه با هم. نه اون مهدی منظورشون بی‌ناموسیه که من گفتم، ولی اوکی. بچه‌ها نگید، شما نگید، من فقط میگم. بعد چون بچه‌ها بد برداشت میکنن هاید میکنن، به خاطر خودت میگم. بعد آره اونو میزنه زمین و این داستانا، اینا فرار میکنن این 7 نفر. رستم میبینه که نورا شاید الان برات شبیه مارول باشه، ولی شما همونایی هستید که مارول رو قبول کردید، شما همونایی هستید که اسپایدرمن رو قبول کردید توی دنیای خودتون. درسته؟ پس یه ذره ذهنتون رو باز کنید، ببینید چقدر ما افسانه‌های قشنگتری داریم از اون داستان. حالا من نمیتونم جزئیات رو خیلی بگم، مجبورم کلی بگم، یه ذره سطحی بگم که شما یه ذره علاقه‌مند بشید. شاید بعد خودت رفتی و داستانشو خوندی، حتی نخون، گوش بده، شاهنامه خوانی هست، اونو گوش بده. حالا بگذاریم.
آقا اونو میزنه و اینا فرار میکنن. رستم هم برمیگرده به دربار خودش، یعنی کیکاووس. اینا جیویز میدن یه جورایی. میخوام شخصیت رستم رو شما اینجا داشته باشید که یک آدم عیش و نوشیه، همه چی به یه ورشه، خودش، یعنی یک مرد تنها. حالا داستان رستم و سهراب. اصلا شروع رستم و سهراب از کجاست بچه؟ رستم خیلی آدم عیاشی بوده. خب میرفته برای خوش میچرخیده، میگفته چی؟ آسمان مال من است، عشق زمین مال من است. حالا نه اون که رستم بگه، منظوری که تفسیرش رو میخوام بهت بگم. میگم من یه آزاد مردم، هر جایی از این دنیا میتونم زندگی کنم، به هیچ کسی هم ربطی نداره. زینب الان نمیتونم چیزی رو جواب بدم. رستم اینجوری بوده، میگه من پهلوان ایرانم، به هیچ کس هم ربطی نداره من کجام کجا، هر کی با من کار داره خودش میاد سراغ من، کسی پرزورتر از من نیست. یه همچین شخصیتی داشته. یکی از این روزها که داشته میچرخیده نزدیک مرز افغانستان، داشته میچرخیده سنگان، سوسنگان، یه همچین چیزی، نمیدونم اسم اون توی اون شاهنامه رو نمیدونم، فقط میدونم که افغانستان بوده. بین مرز افغانستان بوده که سلطانا که شما باشی اونجا داشته شکار میکرد و شراب میخورد و اینا، که میخوابه رخش یا رخش چرا گفتم رخش از کنارش میره. این بیدار که میشه، خب رخش به خاطر یه اسب ماده نمیدونم چی میره سمت افغانستان، میره سمت یکی از این دشهای افغانستان. رستم که بیدار میشه مینه ای وای رخش کجاه؟ هر چی صدا میزنه رخش بینام، ولش کن، رخش بی شرف کجایی؟ من این همه یال و کوپال، این همه زره، این همه فلان، من الان چجوری باید برم خونه؟ میگه رد پای رخش رو میبینه، میگه خب باید برم دنبالش دیگه، خلاصه که چین رخش رو باید پیدا کنم. بچه‌ها من خیلی دارم براتون با مزه تعریف میکنم که به دلتون بشینه. خب ببخشید شاهنامه اینجوری نیست، ولی من دارم یه ذره بامزه تعریف میکنم که شما بدت بشه. اینجوری هم نیستم بیام بگم رستم دستان چو بدید فلان شد به راه. میدونی چی میگم؟ رستم این رد پای رخش رو میگیره، شروع میکنه به رفتن، یه مسیر طولانی رو میرسه به یک دژ. نگهبانان دژ میان سراغش، میگن ایست. رستم میگه چیه؟ میدونی من کیم؟ من دنبال رخشم، من از اینجا هیچ جا نمیرم تا اسبمو پیدا نکنم، شلوار همتون رو پیدا میکنم. من رستم، الان عصا پسا هم ندارم، عصا پسا هم ندارم، اسبمو میخوام، من دنبال اسبمم. که اونا میگن تو کی؟ میگه شما من نمیشناسین؟ به نظرتون این یال و کوپال و این، چون یه چیز پوست ببر داشته بعد روش زره میبوشه، این نشان رستم بوده. پوست ببر بوده، پلنگ بوده، یه چیزی داشته که روش زره هم داشته. نماد فریدون و جمشیده بچه‌ها. خب اگه یادتون باشه تو اون وایسایی که براتون گذاشته بودم، اون موقع فریدون یا جمشید برای اینکه سپاه خودش رو از همه متمایز کنه یک پوشش ببرگونه میپوشیده. خب ببر یا پلنگ و اینا. اونا میگن تو کی؟ میگم من رستمم، پارتون میکنم. که پادشاه افغانستان، یعنی مثلا اون حاکم افغانستان، اینا همه زیر نظر ایران بودن ها، تورانی نیستن، اینا ایرانی هن. ولی فکرشو بکن ایران انقدر پهناور بوده که هر نقطه‌ای یک پادشاه داشته، یک مثلا فرمان روا داشته، میدونی چی؟ حاکم داشته. اینجوری بگم مثلا حاکم مازندران، حاکم سمنان، حاکم مثلا افغانستان. حاکم افغانستان میاد میگه آقا دست نگه دارید، این رستم دستان، آقا این تهمتنه، اینو بیارید تو دعوت کنید به آرامش. حالا این پوفیوس اسب رستم اینجا بوده. خب اسب رستم اینجا بوده، اینا مثلا می‌خواستن رستم رو اینجا نگه دارن. حالا چرا نگه دارن؟ رستم میره داخل، پادشاه یعنی اون حاکم افغانستان میگه که آقا دنبال چی؟ رستم میگه من اسبم گم شده، آقا من اومدم اسبمو پیدا کنم، تا اسبمو پیدا نکنم از اینجا هیچ جا نمیرم، یا اسبمو به من میدین یا شلوارتون رو در میارم.
اون پادشاه میگه باشه من کمکت میکنم اسبتو پیدا کنی، حالا بیا یه شرابی بزنیم، یه ذره غذا بخور. رستم هم که آدم بدمستی بوده دن سرویس، میگه باشه، شروع میکنه با اینا شراب خوردن و اینا، غذا و شراب و اینا اصلا از عمد اینو میخواستن مست کنن بچه، از عمد میخواستن رستم مستش کنن، یعنی از حالت طبیعی خارجش کنن. 2 تا بزن رو صفحه لایک شه بچه‌ها، بریم برای ادامه داستان. دمتون گرم. جرتون میدم. آره خلاصه رستم تو نیمه های شب بوده، خیلی مست میشه و میگه من میخوام دیگه برم استراحت کنم. که حاکم افغانستان میگه اینو راهنمایی کنید توی اتاق مهمان. این میره تو اتاق مهمان، همینجوری که دراز کشیده که بخوابه، یهو میبینه در باز میشه، یه شمعی میاد، یک کنیزی میاد، بعد پشت سرش یک بانویی هست که با شمع وارد میشه و خیلی خوشگله، خیلی زیباست، به اسم تهمینه. اینجا برای اولین بار ما اسم تهمینه رو میبینیم توی شاهنامه. تهمینه میاد تو رستم که مست بوده دیگه، مست لایزال بوده، بلند میشه میگه که تو اینجا چیکار میکنی؟ ساعت 4 صبح، مثلا مثال میزنم، اینجوری نیست، میگه ساعت 4 صبح 5 صبح تو اینجا چیکار میکنی؟ من میخوام بخوابم، این وقت شب تو اینجا چیکار میکنی؟ تهمینه شروع میکنه به صحبت. تهمینه میگه که من تهمینه دختر حاکم افغانستانم، نه از این کاخ بیرون رفتم، نه کسی چهره منو دیده، خب ولی داستانهای زیادی از تو شنیدم، تو رستم دستان یلانی، تو کارهای بزرگ زیادی کردی. بچه ها گوش کنید، تهمینه برای اولین بار داره رستم رو میبینه و فقط ازش داستان شنیده که آقا رستم مثلا رفته اژدها کشته، رستم شیر کشته، رستم دیو سفید و سیاه کشته، رستم فلان کرده، رستم جنگ مازندران رو برده، رستم جنگ هماوران رو برده. من بهت کمک میکنم خب که اسبتو پیدا کنی، رخش رو پیدا کنی. فقط ازت یه درخواست دارم، من آرزومه که از تو یک پسر داشته باشم. گوش کن، توی شاهنامه اصلی اینا، ولی توی شاهنامه‌ای که دست برده شده الان ما میتونیم بریم بخریم بخونیم، توی یه سری جاش دست بردن و گفتن اونجا یه عقد و مراسم میخونده میشه، یه همین چیزی نیست. در اصل بدون هیچ هادی تک سلام، بدون عباسی جان 5:35 دقیقه، میدونم اگه خوابت میاد من نوکرتم، برو بخواب داداش. تهمینه میاد میگه من از تو دوست دارم یه بچه داشته باشم. بچه 2 تا بزنیم رو صفحه لایک شه برسیم به 20 تا. تهمینه برمیگرده به رستم میگه تو خیلی پرزوری، خیلی پرتوانی، من ازت داستانهای زیادی شنیدم و دوست دارم از تو یک نوزاد داشته باشم، نوزاد پسر، و امشب رو تو با من باش، امشب تو با من صبح کن، من فردا بهت اسبتو میدم که راهی بشی. رستم هم بدش نمیاد، میگه که آقا چهره خیلی خوبی داره، مثلا خوشبر روحه فلانه. که همینجا داستان تموم میشه و صبحش میشه. که صبح میشه و به تهمینه میگه که تهمینه الان مثلا من این کارو کردیم، باشه تو الان قرار باردار بشی و بچه دار بشی، من از کجا باید بچه‌مو بشناسم؟ تهمینه میگه آقا تو یه بازوبند نداری؟ تهمینه به رستم میگه حالا چجوری نشونه بذاریم برای بچه؟ سهراب برمیگرده که بهش میگه که بیا این بازوبند، رستم برمیگرده بهش میگه این بازوبند من، اگه دختر شد به گیسش ببند، اگه پسر شد به بازوش ببند، که هر وقت اومد سراغ من این یک نشونی از طرف من باشه. تهمینه اینو قبول میکنه و رستم برمیگرده به ایران. 9 ماه میگذره و شکم تهمینه هم خیلی بزرگ میشه، به خاطر اینکه این بچه اصلا نماد رستم و زال دیگه. اگه یادتون باشه رستم وقتی که میخواست به دنیا بیاد از طریق رودابه، مادرش رستمزا یا سزارین برای اولین بار اونجا اتفاق افتاد، از پهلو شکافته شد و رستم به دنیا اومد. چون اینقدر درشت جسته بود نمیتونست به طبیعی بیاد بیرون، میدونی متولد بشه، پس باید سزارین میشد. اولین بار سزارین رو اونجا ما توی رستم داریم بچه، رستمی که میخواد به دنیا بیاد، رستمزا یا سزارین. و به دنیا میاره بچه رو، اسمشو میذاره سهراب. سهراب حالا یعنی چی؟ یعنی سرخ،
یعنی سرخ و سفید. آبم یعنی زلال، یعنی یک پسری که سرخ و سفیده، یعنی یه پسر خوشگل سرخ و سفیده. بچه‌ها سرخ و سفید شنیدی؟ پسری چقدر سرخ و سفیده فلان، خوش بر و روه. سهراب یک چهره بسیار زیبایی داشته، سفید بوده و گونه‌های قرمزی داشته. به خاطر همین اسمشو میذارن سهراب. سهراب خیلی سریع رشد میکرده، اصلا استخوان‌بندیش درشت بوده. اینجوری که توی شاهنامه میگه آقا وقتی 1 ماهش بود انگار 1 سالشه، اینقدر درشت و کت و کلوف بوده. رستم هم اونور داشته زندگیشو میکرده. سهراب به سن 13-14 سالگی که میرسه، میخوام اینو بهتون بگم، شخصیت سهراب خیلی اینجا مهمه. یک کاراکتر منفی تو شاهنامه همیشه بددهن و بد و بیرا میگه و فلان میگه و اینا، ولی یک کاراکتری مثل رستم، مثل زال، هرگز به پدر مادرشون توهین نکردن. میخوام اینو بهتون بگم، بذارید کنار، بعد بهش میرسیم. سهراب با تندی با مادرش صحبت میکنه. یکی از همین روزهایی که بهتون گفتم 14 سالشه، یک نوجوانه تقریبا، ولی جستش انقدر بزرگه انگار یک مرد 25-4 ساله است. میدونی چی میگم؟ یک جوان رعناست. سهراب برمیگرده میگه تامینه بابای من کیه؟ بره آقا این بابای من کجاست؟ تو نمیخوای بگی بابای من کیه؟ من خسته شدم، اینجا بچه ها همه از من کوچیکترن، کلا آدمی نمیبینم در قد و قواره خودم. بابای من کیه؟ من بابام نمیخوای من بگی بابام کیه؟ وگرنه تو رو میکشم. دیگه خسته شدم از این داستان. خیلی با تندی با تامینه صحبت میکنه. تامینه میگه سهراب جان پلیز آروم، بیبی کام داون، یه ذره بیا پایین. میگه که تو پدرت رستمه، رستم دستان، یک پهلوان نامی از ایران، جسته تو به خاطر این درشته چون پدرت، تو از نوادگان زال و سامی، یعنی تو بابا بزرگت زاله، بابای بابا بزرگت سامه، همشون پهلوانای ایرانن، یعنی رو دست اینا کسی نیست، از اونا قوی تر کسی نیست، تو فرزند اونی. این بازوبندم بگیر ببند به بازوت، این نشان رستمه. اگه میخوای بری دنبال پدرت یک زمانی، این نشان رستمه. سهراب خیلی اینجوری چیز بوده دیگه، چون بچه بوده. میخوام اینو بهتون بگم، نه سیاست میدونسته چیه، نه ادب داشته. که برمیگرده به تامینه میگه رستم پهلوان اینقدر غول، یعنی کل ایران ازش حساب میبرن. خب اگه اینجوریه ما چرا نباید پادشاه ایران و توران باشیم؟ من میرم پدرمو پیدا میکنم، اول میرم ایرانو فتح میکنم، کیکاووس رو میکشم و پادشاه ایران میشیم، بعد توران رو، اسفندیار رو میکشم و پادشاه توران میشیم و 2 نفری به ایران و توران حکم فرمایی میکنیم. حالا این کجا بوده؟ تو افغانستان بوده که افغانستان هم جزئی از ایران بوده. توی همین اوضاع یک لشکری جمع میکنه و میخواد بره سمت ایران. خبر به گوش افراسیاب میرسه. افراسیاب پادشاه تورانیان بوده. افراسیاب به 2 تا از پهلواناش میگه که آقا برید سراغ سهراب، نذارید بفهمه رستم کیه، ما باید یه کلکی بزنیم. چیکار کنیم آقا؟ ما باید سهراب رو شیر کنیم، چون شنیده بودن دیگه یک پسریه به اسم سهراب خیلی قویه، از اون قوی‌تر کسی نیست، مثال سام، قیافه و هیکل سام کیه؟ پدر بزرگ رستم، مثال سامه و این داره میره سمت ایران، ما از این فرصت باید استفاده کنیم. اسفندیار برمیگرده که این 2 نفر رو میفرسته، اسمشون یادم رفت بی‌شرفا، این 2 نفر رو میفرسته میگه شما با سهراب برید و نذارید بفهمه رستم کیه، ما باید ایران رو شکست بدیم. سام پدر بزرگ منه، باران، ما باید ایرانیان رو شکست بدیم، کیکاووس رو از بین ببریم، بعد سهراب رو به بند میکشیم، خب ازش استفاده کنیم. خلاصه این 2 نفر میان و سهراب میبینه یه لشکر دیگه اومده از توران. میگه شما کین؟ میگه ما 2 نفر از طرف اسفندیار اومدیم، فهمیدیم تو میخوای بری سمت ایران، میخوایم بهت کمک کنیم، در رکاب توییم. افراسیاب به ما گفته که گوش به فرمان تو باشیم. سهراب چون بچه بوده میگه
اینا هیچی نشده، همه آوازه من شنیدن، پس بزن بریم دیگه، بزن بریم پلک و پاره کنیم ایرانیان. خلاصه سرتون درد نیاریم، سهراب به همراه اون دوتا پهلوان تورانیان که حالا اسمشون یادم نیست حمله ور میشن سمت ایران. به کجا میرسن؟ به دژ سپید، یکی از اولین جاهایی که تو اگه میخوای وارد ایران بشی باید اون اول فتح کنی بعد بری سراغ کیکاووس. دژ سفید که میرسن اونجوری نبوده که مثلا برن منجنیق بزنن، اینا میرن رجزخونی میکنن، داد میزنن آی فلانی اگه اون توی اگه فلان داری بیا پایین، بیا با هم بجنگیم، ما اومدیم فلان کنیم. ایرانیان هم باج نمیدن به کسی. که یک پهلوانی اونجا بوده اسمش هامون، هومان یا هومان یه پهلوانی بوده به اسم هومان بچه‌ها توی دژ سپید که خیلی هم آوازه داشته. توی هر کدوم از این پهلوانایی که من میگم بچه‌ها آوازه داشتن، ولی بزرگترینشون زال و رستم بودن. سام، زال، رستم، که بزرگترینشون رستم بود، پر آوازه ترینشون. که اون پهلوانه رخت رزم میپوشه و میاد پایین، میاد چیه داستان، شما اینجا چیکار میکنید و فلان، بهتره برید، اینجا ایران زمینه، شما رو بگیرن پاره میکنن، برید. تو چرا قاطی تورانیان شدی؟ تو که از افغانستانی، تو چرا با تورانیان اومدی اینجا میخوای؟ تو کی فلان؟ یا من سهرابم. اینا با هم گلاویز میشن، مبارزه میکنن که سهراب هومان رو شکست میده و بالا سرش خنجر میگیره که اینو بکشه. هومانه میگه به من امان بده، به من امان بده، من نکش اگه پهلوونی. که سهراب به خاطر حالا جوونیش و اینا یه ذره ناپخته است تو جنگ کلا، الان بهتون میگم چرا. میگه باشه، اینو تناپیچ میکنه، میفرسته سراغ اون دوتا پهلوونه رو، میگه چند نفر رو بفرست اینو ببرن اون پشت، اطلاعات رو از این بگیرن. خب چون این از دژ اومده بوده دیگه، دژ یه ذره نفوذ ناپذیره، سخته. میگه اینو ببرید اونجا، ما حالا تا بریم ببینیم این دژ رو برای ما باز میکنن یا نه. که یک خانومی اونجا بوده، بچه یک پهلوانی بوده به اسم گردآفرین. این بانو بچه یکی از پهلوان‌هایی بوده تو جنگ مازندران، فقط یکی دو بار اسمش اومده، خب جزئی از پهلوان‌ها بوده. حاکم اون قلعه و دژ سپید بوده به اسم گردآفرین. خیلی هم گردآفرین لوره نمیدونم، خیلی هم قوی جسته بوده و خیلی هم رزمی بوده، به خاطر اینکه پدرش پهلوان بوده، رزماور بوده. میره لباس چیز رو میپوشه و لباس رزم رو میپوشه و موهای خودش رو زیر کلاه خود قایم میکنه که نفهمه مثلا این دختره. میره بیرون و شروع میکنه با اسب رفتن. سهراب و صدا میزنه، میگه سهراب بیا اینجا ببینم، داش آقا تویی؟ من تو رو پلک و پاره میکنم. اون سهراب هم میاد، اینا میزنن به تیپ و تار هم. سهراب اول میترسه چون این دست کم گرفته، سهراب همه رو دست کم میگرفت. میاد و یه ضربه‌ای به سهراب میزنه، سهراب میترسه، میگه این اصلا باورم نمیشه، این کیه داره چه اینقدر پرزوره و فلان. که سهراب دیگه واقعا مبارزه میکنه و گردآفرین نزدیک به شکسته. گردآفرین نزدیکی که شکست بخوره، به خاطر همین تصمیم میگیره که فرار کنه، برگرده به دژ. سهراب توی یک چشم به هم زدن دست میندازه اینو بگیره، کلاهخود این به همراه زرهش رو میگیره میکشه، کلاهخود میفته و موهاش معلوم میشه و سهراب مات و مبهوت وای میسه نگاه میکنه، چون اصلا انتظار نداشت یه زن بیاد با این مبارزه کنه. به مسخره، چون سهراب اصلا کلا اون موقع توی شاهنامه اگه بخواید برید دنبالش رجزخونی خیلی زیاد بوده، به خصوص رستم کسی بوده که رجز میخونده. برمیگرده میگه که تو کی؟ این ایران، این دژ سپید، یعنی مرد توش نیست، تو اومدی مبارزه کنی؟ واقعا براتون متاسفم ایرانیان فلان. گردآفرین یا همون گردآفرید برمیگرده یه کلکی میزنه، میگه تو پهلوان بزرگی هستی، منم شکست دادی، همین الانش هم شکست دادی، ولی اگه بفهمن تو یه زن رو کشتی، امیر جان سلام،
اگه بفهمن یه زن رو کشتی برات بد نمیشه؟ احساس نمیکنی رزومت خراب میشه؟ من زنم. نورا خیلی بامزه‌ای، ولی یه ذره گوش کن، شاید به دردت خورد نورا. شاید تو زندگیت یه نفر ازت پرسید رستم کیه، سهراب کیه، بتونی دهنشو ببندی. مثلا ایرانیم ما. کجا بودم؟ آها، میگه که تو که منو زدی زمین، تو که تا اینجای کار منو پیروز این میدانی، اصلا این دژم دیگه گرفتی، اصلا بیا با هم دیگه بریم تو دژ، خب دژم تسلیمت کنیم. سهراب میگم ناپخته بوده دیگه، میخنده، میگه ها باشه، ولی یاد باشه من دیدی چجوری تو رو گرفتم، اگه بخوای فرار کنی دوباره تو رو میگیرم و یاد باشه اینجا کلک پلک نزنی. گرد آفرین میگه که باشه فلان، یا گرد آفرید میگه باشه. اینا دارن سوار اسب میشن که برن، اینجوری مثلا دارن این گرد آفرید، این سهراب اینجوری، این داره پشت سرش میره که مثلا بره تو دژو فتح کنه سهراب به تنهایی. همین که دارن میرن، پدر این گرد آفرید اون بالا واسطه و انگار اینا یک تمرین، دیدی تو فوتبال تمرین میکنن، اینا هم انگار از قبل تعیین شده بود که اگه رفتی شکست خوردی خواستی بیای مثلا ما رو تسلیم کنی، ما همچین حرکتی بزنیم. توی یک چشم به هم زدن، گردآفرید میره داخل، این در دژ میاد پایین، سهراب بیرون دژ میمونه. گردآفرید از داخل به سهراب میگه که بابا تو خیلی اسکلی، تو خیلی نادانی، تو خیلی بچه‌ای، تو فکر کردی به همین راحتی میتونی بیای دژ رو چیز کنی بگیری؟ مگه ما اینجا برگ چغندریم فلانیم؟ مسخرش میکنه. سهراب میگه که او این عجب، گفت تو خیلی بوزی، تو منو گول زدی، مگه میشه؟ تو من گفتم که با هم دیگه بریم، تو چرا منو گول زدی، تو نامردی و فلان اینا. که سهراب برمیگرده چون یه دونه گروگان داشته دیگه. توی این فاصله دژ سپید سریع پیام میفرسته برای کیکاووس پادشاه ایران که آقا اینا اومدن ریختن ها، یه نفر اومده به اسم سهراب همه رو زده زمین، گرد آفری داره که همه رو زده زمین. سهراب نمیدونیم از کجای، شبیه سامه. بچه این سامو بهتون میگم خیلی مهمه، حالا بعد میرسم بهش چرا مهمه که ما داریم تاکید میکنیم که این شبیه سامه. من ببخشید، شبیه سامه و داره میاد و این اصلا شبیه ترکان نیست و این اصلا مثل تورانیان نیست، این اصلا یه چیز عجیب و خلقه است. پیک میفرستن برای کیکاووس. توی این فرصت هم بچه تو تمام دژ ها یک راه مخفی هست. تو فیلم ها هم دیدین فکر کنم، یه راه مخفی هست. بچه دو تا نمیزنین رو صفحه، من این همه دارم خود انرژی میذارم براتون، دو تا بزنین رو صفحه لایک شه. این داستان خیلی جذابه بچه ها، میخوام به یه چیزی برسم که شما حتی شاید ندونید. رستم و سهراب رو شاید اصلا شنیدیم هممون که رستم بچه‌شو کشته، ولی چی شد که کشت؟ اصلا سهراب رفته و دنبال پدرش، میدونی چی میگم، با پدرش میخواست پادشاه ایران و توران بشه. خب اگه به افتخار ایرانی بودنتون لایک کنید، اصلا من هیچ، چون این داستانهای سرزمین ماست. ما مارول رو قبول کردیم، بعد رستم و سهراب. بگذاریم اون تونله که بهتون گفتم تو همه دژ ها هست، یک تونلی هست که فرار کنن برای روز مبادا. کل مجموعه اون دژ سپید از اون تونل فرار میکنه. سهراب میاد و این هومان رو میگیره، خف میکنه، من میخوام برم تو دژ، چجوری باید برم؟ این راه اصلی رو من نشون بده، من میخوام برم تو، من باید فتح کنم اینو. هومان هم بهش میگه آره و فلان و اینا، چجوریه ورود به دژ. که اینا وارد دژ میشن، میبینن دژ خالیه، قلعه خالیه. چی شده؟ همه از اون سوراخ فرار کردن، رفتن سمت کیکاووس. یک پیامی به کیکاووس میرسه، همون که بهتون گفتم که آقا یه سهراب نامی اومده داره پلک و پاره میکنه همه رو، اصلا معلوم نیست این کیه، شبیه سامه، اصلا شبیه ترکان نیست. کیکاووس به محض اینکه این پیامو دریافت میکنه، کیکاووس معمولا آدم مشنگی بوده دیگه، ترسو بوده، کارهای احمقانه زیاد میکرد. الان بهش میرسیم چه کار احمقانه ای کرده. کیکاووس گودرز رو صدا میکنه. گودرز پیر پهلوانا بوده،
مشاورش بوده یه جورایی. گودرز یعنی چیزی میان یا گودرز باید چیکار کنیم به نظرت؟ آقا تنها راهی که میمونه رستمه. یعنی ما هر جا گیر کردیم رستم به دادمون رسیده، الان هم باید رستم بیاد به دادمون برسه. که برمیگرده میگه یه نفر رو بفرستید رستم رو بیاره، بره به رستم پیام بده که آقا پادشاه ایران تو رو فرا خوانده، الان نیاز داریم بهت، مثل همون جریان سوپرمنه بچه. رستم سوپرمن ما بوده توی شاهنامه. که این پیام آوره یا پیکه میره سمت رستم توی حالا زابل یا زایدان یا زابل نمیدونم یه شهری تو اونجا میگه، الان دقیق یادم نیست. اونجا برای خودش داشته اشغال میگرده، بزمی به راه و شرابی به راه و داشته کیف دنیا رو میکرده تنها. این پیکه میره به رستم میگه رستم کیکاووس منو فرستاده، آقا بیا تورانیان به ما حمله کردن. رستم چون تورانیان زیاد شکست داده تو دوتا جنگ مازندران و هماوران، میگه بیا اینا دوباره حمله کردن، ولی این بار فرق میکنه. این بار یکی هست که شبیه سامه، خیلی پرزوره، یه پهلوانیه که اصلا جلوش نمیشه واسه، تنها کسی که میتونه جلوش واسه تویی. رستم یه نیشخندی میزنه وقتی که اسم سامو میشنوه پدر بزرگش، میگه که این نشونیایی که تو میدی به ترکا نمیخوره. من یه دونه بچه دارم توی افغانستانه، تا جایی هم که من خبر دارم بچه است، داره بزرگ میشه. خب داره بزرگ میشه، این فکر نکنم بچه من باشه، حالا بریم ببینیم چیه، ولی عجله نکن. به اون پیکه میگه، اونم پهلوان بوده دیگه، به اون پیکه میگه یا عجله نکن، حالا بیا یه شراب بخوریم، چه عجله‌ایه، اونا تا برسن کلیه. با ما اینا رو شکست دادیم. میخوام این غرور رستم رو بهتون بگم که اینا میرن میشینن شراب میخورن و مست و پاتیل میشن. فردایش برمیگرده میگه بریم، میگه نه افتری شراب پس بدیم، یه ذره حالا شولکس کنیم. آقا این جدی ها، تو شاهنامه است بچه‌ها، حالا من دارم اینجا به زبان ساده میگم. میگه یه ذره شولکس کنیم، این افتری بعد مشروب پس بدیم. یه روز میگذره، روز سوم یه بار دیگه شراب بخوریم، به نظرت می بزنیم؟ میگه بزنیم. دوباره شروع میکنن شراب خوردن که این جریان 4 روز طول میکشه تا رستم عازم سفر بشه، عازم بشه بره پیش کیکاووس. بچه‌ها این تو شاهنامه است، 4 روز طول میکشه. رستم به همراه این پیک میره. پیک اول ورود میکنه، کیکاووس دیوانه داشته میشده. 4 روز گذشته رستم نیومده. چهار روز گذشته رستم نیومده. حرفو اسم کیه؟ اون پیکی که کیکاووس فرستاده بود براش، اسم اونو یادم نیست. حالا بگذاریم. رستم راهی میشه 4 روز طول میکشه تازه اینا راهی بشن. میرسه کیکاووس عصبانی بوده، خیلی اینجوری آدم چیزیه دیگه، میگم سریع تصمیم میگیره. کیکاووس میگم هم حماقت کیکاووس رو میخوام بهتون نشون بدم. این حماقت آخر داستانم بهتون ثابت میشه که چقدر این آدم احمق بوده. میاد و اون پیک اول ورود میکنه، حالا تا رستم بیاد. پیکه میاد میگه من رستم آوردم. این میگه چرا اینقدر دیر کردین، 4-5 روز گذشته فلان، اینا رسیدن دم در. که اون جریان تعریف میکنه، میگه رستم به ما گفت شراب بخوریم و فلان بکنیم و یه ذره اینجوری مخبری میکنه. کیکاووس بهش بر میخوره، میگه یعنی چی؟ من پادشاه ایرانم، به دستور دادم همون لحظه باید بیای، من ایزدم، چرا نیومدی؟ دستور میده این رستم رو بگیرید اعدام کنید. کیکاووس دستور داده که رستم رو بگیرید اعدام کنید. سرپیچی کرده از دستور من. یهو همه جا میخورن کل اون چیز. نورا جان تو که نخوندی صحبت نکن دیگه عزیز من، تو که نمیدونی جریانو صحبت نکن، برو یه ذره شاهنامه رو بخون. تو همون شاهنامه هم گفتن کیکاووس احمقه. که تنها نقش مهم کیکاووس به دنیا آوردن سیاوش بوده بچه‌ها. همین. کیکاووس یه آدم داغانی بوده. ما همه پادشاه قرار نیست خوب باشن، که همه پادشاه قرار نیست خوب باشن. حالا یکی هم ناخاله در میاد دیگه، مثل اون کی بود؟ ناصر، نه اون یکی کی بود کل ایرانو به چخت ترکیه رو داد رفت؟
زنباز بود. حالا ول کن، اونو قاجار بودن. ولی خلاصه کیکاووس میاد میگه که رستمو بگیرید اعدام کنید آقا، این اصلا باید اعدام بشه و اینا، که همه جا میخورن. یا گودرز میاد میگه که اون به کسی که به گودرز میگه که گودرز برو اونو بگیر اعدام کن. حالا گودرز بود نمیدونم به یکی میگه اینو بگیر اعدام کن. اون میگه کیکاووس دارالمجانین چی میگه؟ مره رستمه، کسی نمیتونه بهش دست بزنه، پهلوانه، این میگیره ما رو شقه میکنه، من این کارو نمیکنم. بعد اونجا عصبانیتش دوچندان میشه کیکاووس. میگم ناصرالدین شاه بود، داره زنباز بود، عقلش فرمان نمیده، اصلا همون لحظه تصمیم میگیره، همون لحظه میگه. کیکاووس برمیگرده اینجوریه آقا، هم اینو بگیرید هم رستمو بگیرید، با هم بگیرید اعدامشون کنید. که همون لحظه رستم میاد تو اینو میشنوه و میگه چی شد؟ کی میخواد اینجا من اعدام کنه؟ تو میخوای من اعدام کنی؟ تو اصلا کی هستی؟ من اگه نبودم تو پادشاه نبودی، 2 بار من نجاتت دادم، اصلا تو همین پادشاهیت هم مدیون منی. رستم میگه به کیکاووس. کیکاووس غر میکنه میره یا من نمیدونم فلان، رستمو بگیرید ببندید و فلان، غر میکنه میره. رستم هم میگه که اینجوریه اصلا من از اینجا میرم چون من یک آزاده مردم، از اینجا میرم، شما خودتون میدونید اون پهلوانی که داره میاد شنیدم خیلی هم قویه، شما رو میگیره جر میده، من میرم، تو خودت میدونی و اون. الانم شما هم دارم میگم پهلوانا یه دنبال سوراخ موش باشید، چون اونا بیان شما رو نابود میکنن. تنها امیدتون من نیستم، مگه منم هیچ کاری نمیکنم، شما هم هیچ کاری نمیتونید در قبال من بکنید. رستم هم خارج میشه. گودرز میره سراغ کیکاووس، میگه آقا تو عقلت سر جاش نیست مگه؟ آره دیگه، هفتخانه که گفتم خانم نفیسه، هفتخانه که دیشب پریشب تعریف کردم. گودرز میره پیش کیکاووس، میگه کیکاووس تو عقل سر جا نیست مگه؟ بره اونا دارن میان، نشنیدی مگه؟ یه دونه پهلوان دارن زده، دژ سپید رو نابود کرده، گرد آفرین رو زده، هومان رو زده، ما اینجا نمیتونیم یارا باشیم، اونا خیلی زیادن ها، تنها راه نجات ما رستم دستان باید باشه. کیکاووس اونجا به خودش میاد، میگه عجب غلطی کردم آجی، چرا این حرفو زدم، عصبانی شدم و فلان. میگه خب باشه گودرز تو برو از طرف من ازش عذرخواهی کن، بگو بیاد برگرد، یه جوری راضیش کن. چرا بر بارم دست بزنید. که گودرز میره سراغ رستم. گودرز پیر اینا بوده دیگه، اول اومد کیکاووس رو راضی کرد، بعد میره سراغ رستم. رستم داره میره، یا من دیگه اینجا نمیمونم، من میخوام برم بگیره شما رو جر بده با من میرم، من آزاد مردم، هر جا بتونم زندگی میکنم، برای من هیچ فرقی نمیکنه. اون اونجوری با من صحبت کرده، من اگه نبودم اونم نبود. که گودرز میگه که آقا تو از خر شیطون بیا پایین، این خودش فهمیده چه غلطی کرده، چه زری زده، تو از چیز بیا پایین، خر شیطون بیا پایین، شر رو بخوابون، آقا ما تنها امیدمون تویی آقا. بچه‌ها بس شد. زیزی چی شده؟ زیزی دیدم یه چیزی گفت، نفهمیدم حرفتو. تا کجا رو شنیدیم؟ چی شده مگه؟ شاهو چی شده؟
علی سنچولی سلام. محمد سلام. زیزی اگه حوصله نداری چیز نکن. مثلا شبیه مال ما خوبه. خب الان تا کجا شنیدین؟ محمد جواد اینقدر اسپم علکی نده. اونجا این خب باش. رستم برمیگه. شاه جان مرسی. رستم برمیگرده میگه که تو میخوای منو اعدام کنی؟ من اگه نبودم ایران نبود، من اگه نبودم تو نبودی، تورانیان ما رو گرفته بودن، جنگ مازندران و هماوران، من نبودم شما هیچ کدوم نبودی، تو میخوای منو اعدام کنی؟ گرفتی شد. رستم قهر میکنه و این کیکاووس هم قهر میکنه میره. رستم وقتی که داره میره به این چیزا میگه که بچه‌ها من کامنت ها رو نمیخونم دیگه. آقا جواد همه رو میبینه بعد بهم میگه جنج. ببخش آقا جواد شما تلفنی صحبت میکنیم بخاطر همین. میدونم دیدم دستشون درد نکنه. خیلی ممنون. خیلی لطف کردن. رستم داره میره به پهلوانا میگه شما هم دنبال سوراخ موش بگردین ها. من دارم میرم. من یه آزاد مردم هر جا بخوام زندگی میکنم. هیچ کی هم نمیتونه به من حرفی بزنه. خب من از پس خودم برمیام. شما به فکر خودتون باشید. اون کسی که داره میاد شنیدم خیلی گولاخه. میاد همتون میزنه لتو پار میکنه. میره از کاخ بیرون. گودرز میره سراغ کیکاووس میگه آقا عقل تو از دست دادی مگه مرد؟ عقل تو از دست دادی مگه؟ تنها کسی که میتونه بیاد مثلا ما رو نجات بده رستم تا الان 2 بار ما رو نجات داده. این چه حرفیه میگه اعدامش کنیم؟ مگه مریضی؟ باران جان قربونه. مگه مریضی؟ چیکار داری میکنی؟ اینی که داره میاد اون هومانو اسیر کرده، این چیزو زده، گردآفرین رو زده، میاد اینجا دهن ما رو سرویس میکنن. رستم رو چرا اینجوری کردی آقا فلان؟ کیکاووس اونجا به خودش میاد و یه ذره میترسه. برمیگرده میگه باش برو یه جوری راضیش کن بیاد، من اشتباه کردم. گودرز میره پیش رستم. میگه که رستم جان داداش گل، آقا تو پهلوانی، تو فلانی، ما تنها امیدمون به توه. اون کیکاووس رو ول کن، اون عقل درستابی نداره، بیا برگرد از خر شیطون بیا پایین. آره نفیسه داره درست میگه. خیلی از پادشاهان ما، جمشیدم 300 سال پادشاهی کرد. حالا بگذاریم آخر سر بهش میپردازیم. که برمیگرد میگه رستم بیا برگرد آقا فلانه. رستم میگه نه آقا جلوی جمع اونجوری به من گفته اعدام کنید. اعدام چه مسخره بود؟ من دارم خیلی چیز میگم عامیانه میگم. رستم میگه اعدام چی آقا؟ این میخواد منم اعدام کنه. من نبودم اینم نبود که آقا. من اگه نمی اومدم اینو که همونجا دیوان مازندران اینو میزدن پاره میکردن که. گودرز از تنها نقطه ضعف رستم استفاده کرد. اونم چی بود؟ شهرتش. برگشت به رستم گفتش که رستم اگه تو نیای برای خودت بد میشه. میگه چرا؟ میگه اگه نه همه میگن ترسیده. رستم شاه پهلوانان یلان ترسیده فرار کرده. 2 فردا دیگه این پشت تا. رستم میذاره به خودش میگه خب باشه دیگه من که همه رو زدم اینم میزنم. چون رستم اصلا کلن یه ذره خودشیفته هم بوده دیگه رستم. که برمیگرده برای اولین بار بچه‌ها تو تاریخ شاهنامه یک پادشاه از یک پهلوان عذرخواهی میکنه. اونم کی بوده؟ کیکاووس بوده که از رستم عذرخواهی کرده. رستم برمیگرده ورود میکنه دوباره به کاخ. برمیگرده میگه من رستم در خدمتتونم، حاضرم خونم و فدای این سرزمین کنم، از هیچ چیزی هم باک ندارم، تو هم پادشاه منی کیکاووس. کیکاووس هم بلند میشه میگه رستم جان منم ازت عذرخواهی میکنم برای اولین بار بچه‌ها. منم ازت عذرخواهی میکنم، من تند رفتم، نباید اینقدر تند میرفتم و فلان. تو بیا به داد ما برس دیگه باش. تو هم دیر اومدی، اعصاب من خورد شد و فلان. میگه باش.
از اون سمت تورانیان که دژ سفید رو گرفته بودن و هومان رو اسیر کرده بودن و میریزن تو دژ، میبینن دژ خالیه، یه چند وقتی اونجا استراحت میکنن، بعد دوباره راه میافتن، میان یه جای اتراق میکنن. ایرانیانم نزدیک میشن، حالا یه با زوران و گودرز و حالا یه سری پهلوانای دیگه و یک سپاه دیگه، ایرانیانم میرن سمت تورانیان، همین سهراب اینا. سهراب بچه‌ها بازم میگم تاکید میکنم اومده بود که پدرش رو پیدا کنه، کیکاووس رو بکشه، بعد اسفندیار رو بکشه که بتونن 2 نفری پادشاه ایران و توران بشن، ایران و ترک ها، عثمانی ها مثلا. رستم میاد نزدیک جایی میشه که اینا اتراق کردن، درسته؟ یعنی مثلا اینا سپاه رستم، این سپاه سهراب. رستم پیکا بهش خبر میدن که آقا مثلا 2 کیلومتر دیگه اینا اینجا اتراق کردن، امشب و اینجا هن. رستم میگه که باشه شما اینجا بمونید، من لباسم عوض میکنم، شبیه این تورانیان میشم، میرم اونجا یه جاسوسی بکنم، میرم چه خبره، این سهرابه کیه، این پهلوانشون کیه، همه میگن شبیه سامه، برم ببینم این کیه اصلا، یا آماری در بیارم. رستم میره، همه هم ازش تعریف میکنن، میگن آره تنها کسی که میتونه بره تویی، برو به سلامت فلان. محمد جان اینجا عربی صحبت نکن، آقای محمد عربی صحبت نکن اینجا. بچه این آقای محمد کیخه اگه عربی صحبت کرد لطفا هایدش کنید، اینجا ما عربی دیگه هیچ کار ندارم. من زیزی که یکی از ادمینای خیلی قدیمیه، خیلی هم دوستش دارم، اهوازی هم هست، دختر گلی هم هست، بهش گفتم با هلنا دیگه عربی صحبت نکنید، خواهش میکنم دیگه عربی صحبت نکنید. رستم برای جاسوسی میره سمت اتراقگاه یا اقامتگاه تورانیان. 1-2 نفرم با خودش میبره که از پشت هواشو نگه دارن، بهشون میگه من میرم و میام و بهتون میگم جریان چی. رستم ورود میکنه، شب هنگام بوده، میره پشت یکی از خیمه‌ها وای میسه، داره نگاه میکنه، میبینه اونا بزم و شراب و ایناست، دارن شراب میخورن. 2 تا از پهلوانا رو میبینه که از تورانیانن، یه دونه هم میبینه اون وسطی که خیلی درشته، اصلا یه همچین چیزی از تورانیان بعیده، چه شبیه پدر بزرگ من سامه. خب اونجا دومین باریه که رستم اسم سام رو میاره. بچه‌ها این تکرار این اسم دلیل داره و حالا خیلی‌ها موندن توی این راز بزرگ شاهنامه و این 7 جنگ رستم و سهراب. حالا بهتون میگم چیه که میگم این چقدر درشته، بر بازوش بزرگه، قدش زیاد بزرگه، اینجوری سفید و سرخه. سهراب این کیه؟ شبیه سام پدر بزرگ منه. یکی از اون پهلوان ها بیادبی دستشویش میگیره، شاشش میگیره، میاد که پشت این خیمه غذای حاجت بکنه، یهو میبینه یه نفر داره اینجوری یواشکی نگاه میکنه، رستم رو میبینه. رستم هم چون درشت اندام بوده از جزی از سپاهشون هم نبوده، یا کیستی سیاهی فلان، رستم برمیگرده یه دونه پاپ میزنه، اینو پاپ میزنه همونجا میمیره. خب آره محمد جان عربی حرف نزنیم. یه دونه اینو میزنه و همونجا میکشه و میاد بیرون رستم. اون افرادی که داشتن بزم و شادی میکردن یک ساعتی گذشته بود، دیدم اینی که رفته بود بشاشه به بیادبی، رفته بود رفع حاجت کنه، نیومده. میرم ببینم کجاست، میرن جنازش هست. همه تعجب میکنن چون اونم یه پهلوونی بوده برای خودش، همه تعجب میکنن این کی بوده که با اینو کشته و فلان. سهراب میگه من انتقام خون اینو میگیرم. پاپ میزنه. آره حالا من دارم یه ذره اینجوری شیرین میگم که بچه‌ها تو ذهنشون بشینه، خیلی عامیانه دارم تعریف میکنم. آقا اینو سهراب اونجا نعره ای میزنه، یا من انتقام اینو میگیرم، کی بوده اینو کشته، من باید خون ایرانیانو میریزم، جویی از خون را میندازم، کپی از جنازه میذارم وسط، من همه رو پلک و پاره میکنم. رستم برمیگرده سمت چیزای خودش، میگه آقا من رفتم اونجا یکی رو دیدم
یه بازوش اندازه ران شتر بود. این کیه؟ این اصلا شبیه اونا نیست، شبیه ترکا نیست. این چیه اومده؟ خیلی خوبه، خیلی هیکلش درسته، خیلی اینجوری فلانه. خلاصه اونجا داره میگه این ورم سهراب مشغول آماده شدن برای رزمه که حالا میخوایم بریم سراغ اولین مبارزه و رویارویی رستم و سهراب. همه دارم خلاصه وار میگم بچه. رستم آماده نبرد میشه بچه. اینم بهتون بگم زمانی که یه پهلوانی میخواسته بره توی میدان جنگ، یه سری نوکر کار زره پوشیدن و رفع و فتح چیه؟ چی بهش میگم؟ آماده سازی برای جنگ رو انجام میدن. یکی کلاشو سرش میکنه، یکی پوتیناشو میپوشه، یکی زرهشو تم میکنه، یکی سپر بهش میده. اما فرقش چی بوده؟ انقدر که پهلوان‌های ایرانی ترسیده بودن، به جای اینکه نوکران این کارو بکنن، تمام پهلوان‌های بزرگ داشتن برای رستم این کارو میکردن. این خیلی اشاره، خیلی چیزیا ریز و خیلی قویه به این جریان که همه ترسیده بودن. پهلوان‌ها داشتن برای رستم آماده سازی میکردن. رستم داره میره به سمت نبردگاه. سهراب هم از اون ور میاد. رستم یه کلکی میزنه به سهراب، میگه که سهراب نظرت چیه؟ بریم یه جایی که نه پادشاه، نه سپاهیان من باشن، نه سپاهیان تو، که اگه اتفاق افتاد یه گروه حمله نکنن، فقط من و تو، این دو تا مرد با هم دیگه مبارزه کنیم. سهرابم میگه باشه. سهرابم میگم که هنوز تجربه نداره، پخته نیست، یک جوان 15 ساله است. میگه باشه آقا بریم، عشق است. خلاص اینا دور میشن، میرسن به یه دشتی. رستم میاد از اسبش پایین، رخش میاد پایین، اونم میاد پایین. سهراب شروع میکنه به رجز خونی. کاری که رستم با بقیه میکرد و رجز میخون براشون، سهراب داره با رستم میکنه بچه. سهراب داره با رستم میکنه. یا تو خیلی پیری، تو زپرتی، تو دیگه سنی ازت گذشته، الان دیگه دوره جووناست، من جون تو بهت میبخشم، برو آقا. رستم برمیگرده میگه درسته من سن و سالی ازم گذشته، ولی من اژدهاها کشتم، لشکرها شکست دادم، تو نمیدونی با کی طرفی. برای اولین بار سهراب توی ذهنش میگه، چون اینا دوتا از نظر قد و قامت توی یه لول بودن، هم سهراب توی لشکر از همه بلندتر و گنده‌تر بود، هم رستم توی لشکر خود. یه چیزی اینجا لا پرانتز بگم، رستم که میره اونور این کارو بکنه، سهراب هم هومان که اسیر کرده بوده اونو میکشه، یا باید بریم اونجا به من آمار بدی، من دنبال یه نفرم، اونو باید پیدا کنم. سهراب میاد اینور، مثلا فکر کن امشب رستم رفته اونو کشته، تو همون شبی که کشته برمیگرده، همون شب سهراب هومانو ور میداره میره سمت قرارگاه رستم و ایرانیان. به هومان میگه آقا تو باید همه چی به من راست بگی، راست نگی این کشمت. خب اگه راست بگی کارت نرم، من فقط آمار اینا رو میخوام، ببینم نه کیان اومدن. میگه باشه. میگه این جلوی مثلا چادرش 5-6 تا سرباز هست، قد و هیکل نداره، ولی مثلا یه زره خیلی خوشگل پوشیده و فلان. میگه این کیکاووسه، اینو برش کن. میره سراغ یکی دیگه، میگه این کیه؟ نشونی میده، مثلا میگه یه ذره موشت بلنده، نمیدونم ریشش سفیده و اینا. میگه اینم گودرزه. همه رو دونه دونه میگه. میرسه سراغ یک خیمه. میگه این خیمه یه نفر اومده بیرون، از همهشون بلندتره، هیکلی‌تره، یه سر و گردن از همه گنده تره. هومان، بچه‌ها این جمله تاریخی رو میخوام بهتون بگم، این اصلا از کجا اومده. هومان پیش خودش فکر میکرده که رستم تنها راه نجاتشونه و نشونی رستم رو به اشتباه به سهراب میده، که اگه اونجا میگفت این رستمه، شاید سهراب کشته نمیشد، میرفت سراغ پدرش، چون سهراب اومده بود که رستم رو پیدا کنه و با هم دیگه پیمان ببندن که آقا من پسرتم. هومان برمیگرده میگه اونو نمیشناسن. میگه مگه میشه این رستم نیست؟ میگه نه، اون فکر کنم یک پهلوانه از دیار چین، به تازگی اومده، منم که تو دژ سپید بودم همینجوری شنیدم.
رستم نیست. رستم اصلا نشونیاش چیز دیگه است. میگه یعنی چی رستم نیست؟ آقا من شنیدم رستم هر جا جنگی رستم میاد. یعنی این رستم نیست به این درشتی. میگه نه اون از دیار چینه. دروغ میگه که پیش خودش هومان این جمله رو تکرار میکنه: چو تن من مباد ایران مباد. یعنی چیزی همین جمله معروف دیگه، ایران باد، به قول چیز چو تن من باد ایران باد، پرسپولیس باد. همون جمله معروف و هومانه اونجا میگه تو شاهنامه: چو تن من مباد ایران باد. یعنی چیزی چو ایران مباد تن من مباد. یعنی چیزی آره، که میگه که آقا من یه قطرم، رستم یک دریاه. اینا اگه من بگم رستم کدومه پادشاه از چو ایران نباشد تن من مباد. احسنت خانم نفیسه، ممنونم. من این جمله بندی یه ذره ضعیف. میگه آقا این اگه آمار رستم رو بهش بدم، چون رستم تنها راه نجات ماستی، رستم پهلوانیه که قرار ما نجات بده. اگه من بگم این رستمه، احتمال داره اینا شبیخون بزنن بریزن تو اون خیمه، همه با هم وقتی خوابن اونا رو بکشن. به خاطر همین دروغ میگه، نمیگه این رستمه. که سهراب اونجا عصبانی میشه، میگه آقا رستم مگه پادشاه فلان نیست؟ بچا دو تا بزنین رو صفحه لایک شه. انگار یکی دو نفر لایکاشون رو برداشتن. دو تا بزنین رو صفحه لایک شه. ما نمیدونیم اینجا بچه بازی. میگه رستم، من شنیدم هر جا جنگه رستم میاد. رستم بهترین، میترسیدن ترورش کنن. حالا به قول چیز رستم میاد، رستم بزرگترین پهلوانتونه، مگه میشه رستم نیاد؟ هومان میگه آقا رستم اهل عیش و نوشه، شاید رفته عیش و نوششو بکنه فلان. اون معمولا برای جنگای پیش پا افتاده نمیاد. سهراب میگه که مگه میشه یه همین چیزی؟ یعنی ما توران حمله کرده به ایران، قراره که پاره بکنن، رستم نیومده؟ عجب فلان. خسته میشه، رستم رو نمیتونه پیدا کنه، چون اصلا هدف اصلیش این بوده که رستم پدرش رو پیدا کنه دیگه. نمیدونست اون موقع عکس نبوده که چاپ کنن بگن این رستمه. برمیگرده سپاه خودش و اون روز مبارزه اول شروع میشه. رستم میاد، سهرابم میاد. رستم میاد، سهرابم میاد. که سهراب رستم برمیگرده یه کلک رشتی میزنه، میگه آقا بریم یه جایی که همین جان قربونت برم، بریم یه جایی که لشکر و سپاه نباشه، خودم و خودت مثل دوتا هومان. به دروغ میگه آره قهرمانی از چینه. گفتم که خانم نفیسه، گفتم این به دروغ میگه به خاطر این میگه که ترورش نکنن به قول خودش، چون تو اون شاهنامه هم برمیگرده میگه دیگه اون چو ایران مبادتنه. خلاصه رستم بهش میگه بریم یه جایی که لشکر نباشه. حالا چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه راه در رو برای خودش داشته باشه، اگه دید داره شکست میخوره بتونه همینجا قربونه بتونه فرار کنه. که اینا میرن، اون از رخش پیاده میشه و اینم از دستش پیاده میشه، میخوان که مبارزه کنن. اون برمیگه تو خیلی پیری آقا، برو بزرگترت بیاد، برو یه جوون بیاد، من بیان نمیکنم. افت داره اصلا بر من. که اون میگه که آقا در جواب ستاره بود که اون میاد میگه که آقا من درست پیرم ولی من اژدها کشتم، نبردها دیدم، من فلان کردم. این مروارید کیه بچه ها؟ آقا جواد این مروارید کیه؟ اسم اینو نیارید، اینو پاک کن، این مروارید رو پاک کنید بچه، هاید نکنید، پاکش کنید. اسم این شخص رو نباید بیاری ها. خیلی چیزی برو همونجا، اینجا اصلا اسم این شخص رو نیار. اینجا ما کسی علیکی اسمشو نیارید، اینجا گندش نکنید. احسنت خانم نفیسه. ساکورا اومد، سلام. سهراب اونجا برای اولین بار شک میکنه. میگه تو رستم نیستی؟ علی رضا جان نوکرتم داداش، مرسی. میگه تو رستم نیستی؟ رستم مگه من چی گفتم؟ خانم مروارید اسم این شخص رو نیار. اگه تو اون لایوی برو تو همون لایو، اینجا هم نیار. اصلا هر کی که اونوره اینور نیاد. اصلا حوصله این داستانا ندارم. ببخش معذرت میخوام. اگه اونجا حال میکنی برو همونجا. اینجا از این داستانا نیست.
اسم این شخص هم دیگه نیار. سهراب برمیگرده میگه که تو رستم نیستی. رستم میگه نه، رستم توی جنگ هماوران یه کلکی زده بوده. زمانی که میخواستم باش مبارزه کنم گفتن تو رستمی، اینا چون دنبال رستم بودن، زمانی که بهش گفتم تو رستمی گفت نه من رستم نیستم، من شاگردشم، که یه ترسی بندازه به جونشون که آقا شاگردینه رستم چیه. اینجا هم از همون کلکه استفاده میکنه. فرق دروغ هومان با رستم این بوده، رستم برای تاکتیک مبارزه و اون تجربه‌ای که داشته این دروغو میگه، هومان برای نجات رستم این دروغو گفته بوده. یعنی رستم رو هیچ علیرضا رستم رو نمیخواسته ترور کنن. آره، رستم رو نمیخواستن ترور. فرق دروغا این بوده که سهراب میگه که خب باشه فلان، ای کاش رستم میومد، من دنبال اونم، من اصلا اومدم ایران رو نابود کنم ولی دنبال رستمم. اینا شروع میکنن به رزم که با نیزه اول میافتن به جونم، بعد با شمشیر و بعد فلان. میبینن که هیچ کس از پس اون یکی بر نمیاد، یعنی یه جورایی برابرن توی این نبرد. که رستم میگه که آقا بیا کشتی بگیریم. کشتی همون کشتیه بچه ها. میگه بیا کشتی بگیریم. در آیین ما، رستم هم میذاره خسته شده بوده، میگه در آیین ما اینجوریه کشتی بگیریم تا برنده معلوم بشه، اون یکی رو بزنه ناکار کنه تمام کنه بده. میگه باشه آقا بیا کشتی بگیریم. که وقتی میاد گلاویز بشه، رستم میخواد سهراب رو بلند کنه، میبینه نمیتونه، اصلا انگار یه چیزی چسبیده به زمین نمیتونه. سهراب توی یک حالا کش و قوس رستم رو میزنه زمین، خنجر رو میاره که بکشتش. رستم میگه واسا. بچه اینجا خیلی جالبه. میگه واسا. میگه چیه؟ میگه ما آیینمون اینجوری آیین کشتی این نیستا، چون سهراب هیچ تجربه‌ای تو نبرد نداشته دیگه، اولین نبردشه دیگه. به کشتی گرفتن نهادن سر. بله، میگه واسا من اینجا رسممون اینه که باید اگه یکی پیرتر از خودتو زدی زمین، باید یه بار بهش امان بدی، دفعه دوم اگه تونستی اونو بزنی برنده ای. سهرابم چون یه بار اینو زده زمین، یه غروری اینو میگیره، میگه خب باشه آقا بیا بلند شو. سهراب میره یه ذره آبی به سر صورتش میزنه و رستم هم میاد یه آبی به سر صورتش میزنه. دوباره اینا میخوان گلاویز بشن. رستم یه فنی میزنه. مریم سلام. رستم یه فنی میزنه، چیکار میکنه؟ دیگه نزدیک بود که رستم شکست بخوره. رستم یهو سوار رخش میشه، میتازه به سمت تورانیان. سهراب هم میبینه این رفته سمت تورانیان، اون ور چرا رفته؟ اینم میره سمت ایرانیان. که رستم میره اونجا یه جولانی میده و آی نفس کش. من دارم خیلی چیز میگم بچه‌ها، میخوام با زبان ساده بهتون بگم که شما متوجه بشید، با مزه باشه و یه ذره براتون جذاب بشه. آی نفس کش فلان. اونا چیز تورانیان یو از هم میپاشن که او نکنه این رو سهراب زده اومده اینور. سهراب صدا سهراب فلان. سهراب برمیگرده یا چیه بره چی شده اینا. رستم دوباره برمیگرده. غروب شده بوده دیگه، نزدیک شبنگام بوده و رستم برمیگرده میاد تو اونور چرا رفتی؟ میاد تو رفتی اونور، تو رفتی سمت تورانیان، به من میگی تو چرا رفتی اینور؟ من دیدم تو رفتی سمت تورانیان، منم رفتم اینور، تو چرا رفتی؟ رستم میگه که خب دیگه الان غروب شده، تو آیین ما اینجوریه، غروب میریم استراحت میکنیم دوباره میایم. سهراب میگه که اینجوریه جنگاوری اینجوریه، خب باش تو برو فردا بیا. رستم برمیگرده به سپاه، سهراب هم برمیگرده به سپاه. اسفندیار برمیگرده به اون دوتا چیزا، به اون دوتا پهلوانا که گفته بود آقا این مواظب باشه این نفهمه. برمیگردن میگن برو آمار بگین این نشناخته پدرشو. اون دوتا میگن سهراب چی شد؟ میگه من یه بار شکستش دادم، تونستم یه بار شکستش بدم، منتظر رانده دویم. اونا میگن ازگل
تو چقدر خنگی، اصلا یه همچین چیزی نیست، تو میتونستی اینو بکشی، تو راحت ترین حالت ممکن از دستش دادی این جریانو، تو میتونستی اونو بکشی، چرا نکشی؟ اون تو رو گول زده که سهراب اونجا میفهمی که گول خورده. سهراب کلا 2 بار شکست میخوره بچه‌ها، یک بار از گردآفرین، یک بار از رستم. حالا بهتون میگم جریانش چیه. و این 2 بارم مقصر خودشه که میگم از سادگی تو استفاده کرده پسر، تو چرا نکشتیش اینو؟ باید اینو میکشتی دیگه احمق. سهراب هم میگه منو گول زده، من فردا اینو جر و واجر میدم، عصبانی و خروشان میشه. از اون ور رستم میاد زوران رو صدا میکنه، برادرش رو. همه میان دور رستم میگن چی شده بره تو چه اینقدر؟ ما گیلکا میگیم اسب زبان بگاد، یعنی اسب یا گاو وقتی که خیلی کار میکنه فعالیت میکنه زبونش میفته بیرون اینجوری، یعنی خسته است، یعنی نایی نداره. رستم رو میبینن میگن رستم چی شده؟ میگه بره این سهراب خیلی غوله، مثلا هیچکی مثل این ندیدم، من تو جنگ فردا احتمالا شکست میخورم، شما حواستون باشه. آره میگه شما حواستون باشه، اگه من فردا رفتم شکست خوردم 100% میمیرم، شما هم شکست میخورین. خب اگه دیدی شکست خوردم شما فرار کنین برید سمت کیکاووس، برید همونور یه جا فرار کنید. به زورانم میگه که به زال و به رودابه سلام برسون، بگو من معذرت میخوام، من پسر بدی بودم، وصیت میکنه یه جورایی رستم. سهراب هم از اونور خشمگین بوده که چرا گول خورده، عجب کلک رشتی زدن به من، به خاطر بی تجربگی شاوچه، چون سهراب همینجوری آماده رسم شده و اومد و اونا هم بهش ملحق شدن، اصلا تا حالا نبردی نداشته، ولی رستم خب کوهی از تجربه بوده. فردا که میشه سپیده دم، این دوتا دوباره مقابل همدیگه قرار میگیرن. رستم برمیگرده به سهراب میگه آماده ای؟ سهراب میگه که بله، ولی تو دیروز من بهت امان دادم، امروز بهت امان نمیدم. دوباره اینا شروع میکنن به مبارزه. بچه اینا گوشیمو بزنم شارژ. دوباره اینا شروع میکنن به مبارزه. اینجا جالب میشه داستان. دوباره اینا شروع میکنن به مبارزه. چی بزنم اینجا این سر نخوره. دوباره اینا شروع میکنن به مبارزه. همون داستان دوباره تکرار میشه که اینا اول هم دیگه رو میزنن و اینا. رستم خیلی شاید از تجربهش استفاده، من دارم خلاصه میگم، رستم شاید از تجربهش استفاده میکنه، شاید هر چیزی. سهراب و زمین میزنه برای اولین بار، سهراب و زمین میزنه و سهراب تا میاد بگه که آقا من بهت امان دادم، تو هم باید بهم یه دور امان بدی، رستم فوقا میکنه، یعنی فرو میکنه این خنجر رو. سهراب که خونین و مالین، ممت سلام، خونین و مالین بوده. این خیالوی کیه؟ اینو برو گم شو. کیه؟ اولین بارم از اومده. 3 سال تو یوتیوب داری ولی هنوز فهمشو نداری. امثال تو نباید یوتیوب نگه دارن. گم شو بیرون. در به درم پدرته. گوساله. میبینی ما اینجا داریم شاهنامه خوانی میکنیم، بی تربیت. خلاصه چی؟ رستم چاقو رو فرو، خنجر رو فرو میکنه و سهراب برمیگرده بهش میگه ای پیرمرد، تو با این کار گور خودتو کندی. میگه چرا؟ میگه من فرزند رستمم، من بچه رستم. اینم بهتون بگم تو مبارزه، این یادم، این خیلی مهم بود. تو مبارزه دوم سهراب وقتی میاد به رستم میرسه میگه که تو خیلی شبیه رستمی ها، اصلا احساس میکنم تو رستمی، اگه رستمی بیا با من صلح کن. سهراب میگه اگه رستمی بیا با من صلح کن، آقا ما دوتا میتونیم دل به دل هم بدیم، دل به دل هم داریم میدیم، اگه رستمی بهم بگو رستمی ما با هم دیگه رفاقت کنیم، من کارت دارم فلان. رستم میگه نه من رستم نیستم، تو دنبال چی هستی آقا؟ رستم نیستم. حالا چرا میگه رستم نیستم، چرا حالا چیزه، اینا همه سوالهاییه که همه دنبال این قضیه هن. آیا رستم میدونسته این سهرابه یا نه؟ حالا بگذاریم برگردیم به همینجا که
سهراب افتاده و به این پیرمردی که نمیدونه رستم میگه رستم پدرتو در میاره، من بچه رستمم، تو رو که میکشه هیچ کل ایران رو نابود میکنه، تو خودت خاک تو سر خودت کردی با کشتن من. رستم اونجا میگه که تو از کجا بدونم پسر رستمی؟ میگه اینا. بازوبند رو نشون میده. نورا جان باگ نیست، حالا میرسیم بهش. بازوبند رو بهش نشون میده، میگه اینا، اینو تهمینه مادرم بهم داده و من پسرشم. بابا گم شو بابا، سیکتیر کن. محمد رضا گوساله اینا کیان میان اینجا؟ اصلا مریضن بابا، گم شو. 31 تیر. حمال. نشان داد مادر مرا از پدر، کزین بهتر اندیشه بر نگذرد. آقا خلاصه چی میگه؟ این من پسر رستمم، اینم بازوبندم که پدرم رستم بهم داده، رستم تو رو میگیره میکشه. رستم میزنه تو سر خودش، میگه یا ابوالفضل این بچه من بوده، من چرا این کار رو کردم؟ بر بالین سهراب نشسته و غم میخوره. سهراب داره جام میده و وصیت میکنه. حالا وصیتش چیه؟ میگه رستم تو که منو زدی کشتی، این تورانیان بدبخت رو ول کن، اینا به تیر من اومدن، اینا اصلا خودشون جربوزه ندارن که، اینا دیدن من اومدم، اینا به هوای من اومدن، منو که زدی کشتی دیگه، اینا رو نکش، اینا بذار برگردن، این جنگو تموم کن، اینا به خاطر من اومدن. رستم همینجوری بر بالینه. حالا یه تایم خیلی زیادی گذشته، زمهر آمد روانم پسر، خدا نکشتت آمدی. من داشتم اونم اونجوری میخوندم. آقای فیش بابر تو آدم بدی نیستی ها، ولی دیگه خواهش میکنم دامن نزن به این جریان. اینجا لایویه که نباید صحبت این داستان ها بشه، هر کی ببینم هاید میکنم، اصلا برام مهم نیست کیه. آره خلاصه کار نداریم. رستم اونجا بوده، تایم خیلی طولانی گذشته. کیکاووس اینا ترسیدن، میگن که آقا برید ببینید این رستم رو اگه کشتن ما فرار کنیم. خیلی گذشته، نکنه سهراب رستم رو کشته. که گودرز میاد به همراه یه نفر دیگه که ببینه چیه داستان، میبینه رستم اونجا افتاده و بر بالین اون سهراب هم اونجا داره جام میده. میاد میگه که رستم چی شد؟ میگه من بدبخت شدم، این پسر منه سهرابه، تو رو خدا این برید هومان رو نجات بدید، خب با تورانیان هم کاری نداشته باشید، بذارید برن. میگم امروز به اندازه کافی من بد کردم دیگه، از این بدترش نکنید. برای امروز این بدی که من کردم، پسرامو کشتم، کار خیلی بدیه، از این بدی دیگه نذارم امروز بیشتر بشه، بسته همینقدر بدی بس. که اونا میرن اون هومانو بیارن و بگن آقا این سهراب مرده دیگه، گورتون رو گم کنین. اونا هم فرار میکنن میرن. بعد میگه که آقا گودرز برو از این کیکاووس بهش بگو این نوشدارو تو یه ذره بده، شاید این بچه زنده مون. نوشدارو رو بگیر. نوشدارو رو بگیر. علی آقا من الان اونم داستانش رو میگم. آقا جواد این علی آقا همون علی آقایی که بهت گفتم بچه‌شو دزدیدن. میگه که آقا برو نوشدارو رو بگیر، شاید این بچه زنده موند. گودرز میگه باشه، میره سراغ کیکاووس. میگه کیکاووس آقا این زده بچه خودشو ناکار کرده، الانم تورانیان دارن فرار میکنن. آره اینجا رو گله گذادن رستم. حالا ول کن دیگه، نمیخوام اونجوری جزئیات چیزو بگم. میگم یه ذره از این نوشدارو تو بده، این رستم بچه‌شو نجات بده، یعنی داره داغون میشه و فلان. کیکاووس اونجا چی میگه؟ میگم خر بوده به خاطر همینه. کیکاووس میگه آقا ندیدین اون روز اومد چجوری با من برخورد کرد؟ الان این سهرابم نجات بده، میشن دو تا رستم. همین یه رستم برای ما بسه، این داشت سر ما رو میزد جلوی همه، با من بد حرف زده بود. الان اونم نجات بدیم، اونم میشه 2 تا دیگه. حالا بیا خر بیار و باقالی بار کن. نه من نمیدم، نوشدارو نمیدم.
برو ولش کن بذار بمیره. اگرم عمرش به دنیا باشه خودش زنده میمونه، نیازی به نوشدارو نداره. گودرز برمیگرده میاد میگه رستم اصلا این زیر بار نمیره، واسط قبول نیست، خودت برو ازش خواهش کن، شاید بهت نوشدارو رو داد. خلاصه رستم میشنوه این داستانو، میگه باشه من میرم، تو حواست به این باشه من برم. رستم سوار رخش میشه که بره، گودرز صداش میزنه، میگه رستم دیگه نر، مرد. نوشدارو پس از مرگ سهراب فایده ای نداره، دیگه نر. رستم هم برمیگرده و سریع پسرش رو در آغوش میگیره و حالا زاری و گریه و اینا، خیلی ناراحت و دل شکسته، و سهراب رو به دوش میکشه و میبره سمت زال. یه تابوتی داشته، اینو کفن پیچ کرده بودن تابوت و اینا، میبره به زال نشون بده. تابوت رو باز میکنه، توی محولی که بودن همه تابوت رو باز میکنه، کفن رو میزنه کنار، صورتش رو که میبینن همه تعجب میکنن که چقدر شبیه سام بوده. زال هم تعجب میکنه که این چقدر شبیه سام بوده و واقعا از نوادگان ما بوده. که اونجا رستم میگه که اینو توی آرامگاهی بذارید، طلا ملا نریزید توش، طلا ملا نذارید، چون اگه من مثلا بمیرم، رستم میگفت من بمیرم، میان اینو غارت میکنن، خار قپبر اینو صلوات میدن، فقط چند تا نعل اسب بذارید. حالا چرا نعل اسب؟ خانم نفیسه اینا که کوچنشین بودن تو زمان قدیم، ایرانیان قدیم ها، اسمشون چی بود؟ ماکیان؟ نه چی بود؟ اینا که کوچ میکن، عشایر بودن خب، و خیلی احترام زیادی به نعل اسب و اسب میذاشتن. به خاطر همین هر کی میمرد براش نعل اسب میذاشتن، مادها نه، نعل اسب میذاشتن به نشانه احترام. و به خاطر همین جریان توی آرامگاه سهراب، چند تا نعل اسب گذاشتن به جای اینکه طلا و جواهر بذارن. و قصه رستم و سهراب اینجا تموم میشه. کولی ها نه متعرف چی؟ مستانه نه، کولی نبودن، اسمش یه ماکیان یه همین چیزیه. شاهنامه باز الان جلوم نگاه میکنم. خیلی ممنون خانم نفیسه. نه تو شاهنامه ننوشته، نه این رسم نعل اسب رو میخواستم بگم از کجا اومده. ماکیان، خیلی هم میگن از ماکیان بوده، نه ماکیان نه بابا، چی بوده؟ اینایی که عشایر بودن، کوچنشین بودن تو ایران قدیم، خیلی قدیم، خیلی احترام زیادی به اسب میذاشتن. خیلی فیشه بربر، خیلی تو بامزه‌ای. میخندم، آره بذار اسنپ بیاد میخندم. سکا نمیدونم، شاید آره سکاییان، شاید نمیدونم، چون افغانستان فکر نکنم باشه، ایران هست نه، نمیدونم سر چیه منظورت. حالا کار نداریم. سهراب 2 بار شکست خورد بچه، کلا تو زندگیش 2 بار شکست خورد، آخری هم که دیگه بدترین شکستش بود. اولی از گرد آفرین شکست خورد، به خاطر چی؟ به خاطر دست کم گرفتن خانوم ها. چرا؟ چون با مادرش تهمینه هم خیلی بد حرف میزد، خیلی آدم بیادب و بی‌تربیتی بوده سهراب. میگه پدر بالا سرت نباشه همین. دومی هم تمسخر کردن پیری رستم بود که همون پیری اینو شکست داد، تجربه. بهروز محمدپور سلام. و نشان از بی تجربگی و بی ادبی سهراب داشت و از رستم هم حالا به واسطه تجربهش این مبارزه رو برد. و خیلی این شاهنامه یا محققین این شاهنامه خیلی ها معتقدن که آیا رستم سهراب رو شناخته بوده یا نه. این سوالیه که شاید
هرگز بهش نرسن. یک سوالیه که عین یک فیلمیه که پایان باز داره. خود مخاطب انگار باید بهش برسه که آیا این میدونسته که این سهراب پسرشه یا نمیدونسته سهراب پسرشه. بچه ها من الان داستان رستم و سهراب براتون تعریف کردم، خیلی به خودم حال میده. این کیه؟ هاشم پهلوانی کیه؟ بیادبی میکنی؟ این بیبه رو اینو بنازیم بیرون بابا. این آدم چند بار اومده خودشیرینی کرده. برو جا تو این لایو نیست. برو. مهدی جان سلام عزیزم. داشت نیلو آخرش چی شد؟ نیلو تو بیمارستانه بچه ها، فقط باید براش دعا کرد. بیا هاشم پهلوانی بی پدر مادر و خیلی پسر بدیه. منم بالا سرش نبودم دیگه، رفتم اونجا کاشتم، بالا سرش نبودم. هاشم پهلوانی اینه دیگه، پسر اینجوری پدر اینجوری. پسرم امشب میام میبینمت. خب قربان تو. ما هم داره دانشگاه برام زنده شو خدا حال ده سوالی. خواهش می‌کنم خانم نفیسه. حالا من تصمیم دارم که همینجوری گوشه گوشه ای از این شاهنامه رو بگم. بچه‌ها یه ذره میدونم نسل جدید خیلی براش ولش کن علی، خیلی براش گنگ این جریان رستم و سهراب. ما خیلی چیزها شنیدیم، میدونی، ما فقط شنیدیم رستم سهراب رو کشته، پدر پسر رو کشته، چه میدونم سیاوش مثلا اصلا شاید از سیاوش هم زیزی این چیز نبودا، با ما نبودا. زیزی این قره کتولی با ما نبوده عزیز دل. ایرج جان سلام. مرسی زیزی جان، دمت گرم. این با اون پسره بود بیادبی کرد. پسرم هاشم برو داداش. داستان سیاوش یکی از باحالترین و شیرین ترین داستان‌های شاهنامه است از نظر من. حتی هفت‌خوان رستم و آره زینب جان پیامات هست. حتی هفت‌خوان رستم و جنگ‌های مبارزه ها و اینا، به نظر من سیاوش داستانش خیلی جذاب تره. حالا فردا شب اگه دوست داشتید سیاوش رو براتون میگم. خب داستان سیاوش خیلی خوبه. ولی در کل این که بچه‌ها یه ذره سعی کنید، شاهنامه چند تا داستان داره نشمردم به خدا، نمیدونم، از خانم نفیسه بپرسید. من چون خوندم بعد یه دور شنیدم، همه رو میرم. من همیشه آدمیم که دوست دارم بشنوم، کتاب صوتی میخونم، مثلا میشنوم، یا هم که فیلم ببینم، یه کسی بیاد روایت کنه عین خود من ببینم. میدونی اینجوری بیشتر یاد میگیره آدم. همش هم اینجوری بلدی یعنی چی محمد رضا؟ پیام داستان رستم و سهراب چیه؟ خودت باید این پیام رو به دست بیاری. 1. غرور در کار دستت میده. 2. اگه بی تجربی باید تجربه کسب کنی. اینقدر سریع دست به کار نشو. 3. احترام. این ستا رو فعلا اگه امکانش هست درس بگیر آجی تا بریم. الهه سلام. لایو فردا ساعت چنده؟ فردا هم ساعت 2:30 3. علی قرکتولی. علی قرکتولی، من یه بار بهت احترام گذاشتم، فکر کردم آدم درست حسابی هستی، ولی انگار نه. ولی دیدم نه، آدم نیستی. چی بگم؟
برو دیگه، اصلا برام مهم نیست چه اتفاقی میخواد بعد بیفته. آدم بیادبی هستی. زال و سیاوش و گرد آفرید و رستم و تهمینه. داری میگی که چیا رو گفتم؟ تلخترینش رستم و سهرابه. آره، تلخترین داستان شاهنامه رستم و سهرابه که اصلا یک فرزند کشیه دیگه. فرزند کشیه دیگه. به نظر من هم داستان غم انگیزیه. ولی شیرین ترین داستانی که من هم شنیدم هم خوندم سیاوشه. به نظر من سیاوش خوبه. آره. حالا بعد کم کم میریم جلو دیگه، داستانا رو یکی یکی میگم. بعد بچه‌ها من اینجوری دارم تعریف میکنم فقط به خاطر اینکه شیرین باشه. میدونی چرا؟ چون هر چقدر شما ساده تر به قضیه نگاه کنی و یاد بگیری، همونقدر ساده میتونی برای این اون تعریف کنی. اگه یک کلاغ 40 کلاغ نکنی ها، مثلا نه اون چیزی که من گفتم و همونو مثلا یاد بمونه، یه چیز دیگه اضافه نکنی، مثلا سهراب 14 متر بود فلان بود، نه. آره. و امیدوارم لذت برده باشید بچه‌ها. من امشب فقط اومدم یه دور شاهنامه رو براتون، قصه رستم و سهراب رو بگم. آیا رستم سهراب رو شناخت؟ بله. این سوالی که شاید هرگز نتونیم بهش جواب بدیم. آره من نمیدونم علی قرکتولی اگه همونی، فکر نکنم همون باشه چون یه بار اومده تو لایف. سلام سهراب جان، چاکرم. تنها سلام. چون اون قبلا اومده تو لایف، من نمیدونم این همونه یا نه، نمیدونم. اصلا تو تلگرام هم دیگه من پیام بده دیگه اصلا جوابش نمیدم. آقا جواد، یه همچین آدمی که یه همچین چیزی داره میگه به من، به نظر من همون بهتر که بره دنبال کارهای خود، بره لایو دیگه، شاید براش کمک کردن. من تا جایی که تونستم آقا جواد شاهدی دیگه انجام میدم. ولی محمد رضا حرف خوبی زد. آقا تا مطمئن نشدی کار نکن. چشم آمرز. آقا راستی یه پیامی من توی چیز فرستادم بچه‌ها، اگه یادتون باشه تو تلگرام. یادتون هست؟ بچه‌ها این وایس رو گوش بدید، واقعا ناراحت کننده است. اگه کسی واقعا میتونه کمک کنه، این آوش حسینی نشه که من این بنده خدا رو معرفی کردم، رفت آمار گرفت بعد گفت نه من کاری نمیتونم بکنم. این اون نشه فقط. چقدر حرف زدیم بعد اون. این وایسیه که بهتون گفتم یه آقای 33-4 ساله است. قطع شد. دلیلش نمیدونم به ما چی گفت. شاید عصبانی از دست من، نمیدونم. حالا ولش کنید، راجعش صحبت نکنیم. بعد بشم جان میکردم. خوبی؟ سلامتی؟ خدا شدن چند روز خونه افتادم، مثلا حالم خوب نیست، اوضاعم خیلی خرابه. واقعا دارو نیاز دارم، یعنی وحشتناک. یار ولش کن. خودت خوبی؟ شرمنده نمیام لایو بده، اصلا خدا شده اصلا حال روز میزانی ندارم. یعنی واقعا نمیتونم یه چیز رو تایپ کنم. فدات بشم عزیزم، دمت گرم باشی. فدات بشم میدی جان، دست در نکنه. دمت گرم داشتی، خیلی لطف کردی. خدا ازت راضی باشه داداش. دمت گرم. خدا
نکنه داشتی. دمت گرم فدات شم. خیلی آقایی دمت گرم. این همون بنده خداییه که بچه بهتون گفتم 34 سالشه، بهتون گفتم 33-4 سالشه، دچار یه بیماری زن و بچه داره، زنش داره ازش جدا میشه، یه ذره اوضاعش خوب نیست، الان هم به شدت بیماره، بیماری گاردینه نمیدونم چیه، این بهم گفته بود بنده خدا این بیماریه رو داره، یه ذره اوضاعش خرابه، دستش تنگه. اگه کسی هست میتونه کمکش کنه، تصادف هم کرده بود، بله خانم نفیس، اگه کسی هست میتونه کمکش کنه بچه‌ها. از این بیماری هست دست خوش میشه اینجوری، یا حالت اینجوری چیز میشه، از همون. اگه کسی هست کمکش کنه بچه‌ها به من پیام بده، من تلفن ایشون به همراه اینستا ایشون، چون تو اینستا مثل که فیلم‌ها و اینا رو همه رو تو براتون میفرسته، مثلا وضعیتش چجوریه در چاله. ولی لطفاً خواهشاً مردانگی کنید، عین آوش حسینی نباشه برید آمار بگیرید بعد بگید نه. حالا شاید آوش حسینی صلاح دید که این کارو نکنه، نمیدونم، ولی در کل این بنده خدا الان اولویته. اون دختر بچه‌ای که ما عمل کردیم، به لطف شما به کمک خدا عملش کردیم، خدا رو شکر الان اوضاعش مساعده. شمالی مازندرانیه، الان اوضاعش خیلی بهتره، خدا رو شکر داره آزمایشاشو پشت سر هم به ترتیب میره و تا جایی که من خبر دارم خیلی رو به بهبودیه، خدا رو شکر. و الان تنها چیزی که ازتون میخوام گاردینه، آفرین، اسم بیماری گاردینه است. آره مارس، الان تنها چیزی که ازتون میخوام برای نیلوفری که تو لایو میومد حتما دعا کنید بچه‌ها، دلتون پاکتر از منه قطعا. خانم نفیس چشم، شما تو تلگرام یه پیام به من بدید من براتون انجام بدم. گاردین، آره، شما دلتون از من خیلی پاکتره، براش دعا کنید برای نیلوفری هر چه زودتر سلامت برگرده، چون تا جایی که میدونم یه ذره هوشیاریش پایینه، فقط کافی دعا کنید برگرده، هوشیاریش یه ذره بیاد بالا اوکی میشه، خدا رو شکر. امیدوارم که سلامتیشو به دست بیاره، چون نیلوفر همیشه تو لایوامون بود، میگفت، میخندید. 100% هر کدوم از شما هم بودید من همینقدر ناراحت و همینقدر پیگیرتون میشدم و اینو مطمئن باشید اصلا برای من هیچ فرقی نمیکنه. راجع به این شخصم اگه میتونید کمکش کنید، خب اگه میتونید کمکش کنید، اینجوری نباشه که بیاید بگید من والا تو این 6 ماه بالای 30 نفر اومدم فقط حرف زدن گفتن آقا من فلان کارو میکنم، من بسان کارو میکنم. آقا ما نگفتیم شما انجام بدید، اگه میخوای انجام بدی عمل کن. حرفو همه میتونن بزنن، ولی این حرف شما به من داری قول نمیدی، به یه بنده خدایی داری قول میدی که چشم امیدش به شماست. متوجه هستین؟ به یه بنده خدایی داری قول میدی که چشم امیدش همش به شماست. امکان داره جونش در خطر باشه، امکان داره جون یکی دیگه در خطر باشه. زینب اینقدر صدا نزن دیگه. زینب گفتم ادمینیو فعلا بد نمیدم، هر وقت خودم صلاح ببینم بد ادمینی میدم. لطفاً اینقدر من صدا نزن الکی، ببخشید. و مثلا به من قول میدین بچه‌ها مهم نیست، آره من برای تو فلان کارو میکنم، برای تو بسار کارم، برای من شخص من خودم هیچ چشم داشتی ندارم، خب چون تا جایی که میدونم این سید جان سلام، تا جایی که میدونم این مجازی فقط حرف زیاده، دور از جون شما، این مجازی حرف زیاده. خب به من قول میدی من هیچ انتظاری ندارم، میگم یه چیزی گفته ولش کن، ولی برای جون یه نفر داری قول میدی خواهش میکنم پیگیرش باش. من چون دیگه خودم نمیخوام چیز کنم، خودم نمیخوام دخالت کنم، چیزایی که خودم ببینم واجبه و خودم اشراف کامل دارم روش، اونو میام باهاتون مطرح میکنم، دوست داشتید کمک میکنید، دوست نداشتید کمک نمیکنید. ولی این بنده خدا، مرسی خانم نفیسه، ولی این بنده خدا الان دچار بیماریه، حالا اوضاعش هم خوب نیست، نمیتونه کار کنه. خودتونو بذارید جاش، همین. هیچ ازتون نخواستم، نگفتم دونیت بزنید برای من، نگفتم دونیت نزنید. دونیت های دلاری هم 45% رو یوتیوب برمی‌داره، اینجوری نیست که فکر کنید میزنن همون رو ما برمی‌داریم. تازه 45% برمی‌داره، تازه اگه به ما برسه یه 60 روز طول میکشه این دونیت به ما برسه.
چون من با شرکتی که دارم کار میکنم 1 ماه عقب‌تره، یعنی 0 تا 28 رو نگه میداره، دوباره 0 تا 28، تازه اون 0 تا 28 یعنی ماه اول رو میده، ماه سوم ماه دوم رو تصفیه میکنه، ماه چهارم ماه سوم تصفیه. اینه در کل. برای یه مرد سخته. بعد چی میخوای بگی؟ خداحافظ. خب زینب جان بگو دیگه عزیز من، اینقدر صدا نکن، حرف داد مهدی، واقعا قلب مهربونی داداش. خب مرسی عزیزم، من نمیخوام بگم من قلب مهربونی دارم، من نمیخوام از خودم تعریف کنم، نه یه چیزی تعریف کردم بیادبیه، معذرت میخوام، روم به دیوار گوخوریه، هر کی زیاد تعریف کنه داره گوه اضافه میخوره. من آدم بدیم، خب تعریفی هم نیستم، ولی سر این جریان رو حرفم میمونم. مرد از دهن حرف میزنه، عین بعضیا نیستم. بابا امیر جان من نمیگم چاکرتم، امیر جان دورت بگردم، همه مشکل داریم، میگم بعضی وقتا این تقدیر و این طبیعت میچرخه، یکی مثلا امکان داره همینجوری یهو بیاد تو لایو من میگه، الان دیدی کل داستان تعریف کردم رستم و سهراب و اینو نگفتم، مثلا زمانی که ما 50 نفر بودیم اینو نگفتم، الان 25 نفری اینو گفتم، شاید یه نفر این تو باشه که بگه آقا باشه من یه 15 میلیون میزنم بهشون کارش راه بیفته، چون من تا جایی که میدونم 12 13 میلیون پول 3 تا از چیزاشه، آزمایشاش، خودش بهم اینجوری گفت. و حالا هر چقدر که شما میتونید کمک کنید اون دیگه با خودتونه. چه خبر دیگه بچه؟ اگرم کسی میتونه آیدی تلگرام، یا اگرم کسی دوست داره مثلا کسی متوجه نشه، میتونه توی دونیت، لینک دونیتی که گذاشتم تو دیسکریپشن اونجا دونیت کنه، من همونو میذارم برای این بنده خدا. من دیگه در همین حد میتونم کمک کنم، دیگه در آدم پولداری نیستم، وضعم خوب نیست، یه آدم معمولی ام، ولی اونقدرم از یوتیوب دارم اصلا در نیاوردم از یوتیوب چیزی، هر چقدرم دونیت ریالی گرفتم که یه قرون دست ندادم، خودتون دیگه بیشتر میدونید، دیگه تکرار مکررات. فقط خواستم بهتون این رو بگم. چه خبر دیگه؟ یه دست صدا نداره، همه باید کمک کنن. آره خانم نفیس. چاکرتم. آدم باید آدم معمولی باشه ولی انسان باشه. پول داشته باشی بی‌شرف باشی فایده ای نداره. میگی چی میگم؟ شما دستت برسه انجام ندی برای یه بنده خدا، پول خودت میتونی انجام ندی، ولی اگه بتونی دست یه نفر رو بگیری مردی. من که نمیتونم، من که دستم نمیرسه دستشو بگیرم، من این مردونگی رو به خودتون میسپارم. من مثل یه چی بهش میگن، مثل یه رابط هم انگار، همین. نیم ساعت دیگه تا امتحان، ما آنجا انشالله امتحانت هم میتونی مهدی، خوشحالت کنم. چی از زینب؟ میجنه یاره ایده بودا بو بابای گالشی امر بیجارو بنابو زحمت و کشی میچینی قوری تازه یارم دگو تبو آبای نوری. نه خانم نویزه، حالا ما دیگه اونجوری خمام مهدی با رشت خمامم من امیر جان هیچی یادم رفت. خدا رو شکر. ببین چی می‌خواد پیش بیاد، حتما چیز مهمی نبود دیگه. ان شاءالله مهدی جان خدا به زندگیت برکت بده. ممنون حواست. آقا جواد من تا جایی که بتونم، اصلا من امروزم بچه‌ها یه چیز بهتون بگم، نرید لایوی فوش بدید الکی. خب این از این. و اینکه من تا جایی که از دستم برمیاد پین میکنم، معرفی میکنم، میگم که اینو بیارید بالا، این بنده خدا میخواد کار کنه. من از خدامی که کل ایرانی‌ها از یوتیوب درآمد پیدا کنن، خب درآمد کسب کنن. عباسی جان سلام. ولی اینکه بعضیا فقط
برای این لایو میذارن که دونیت بگیرن، بچه‌ها این دونیت یه روزی تموم میشه. خب شما اگه ویدیوت ویو نخوره درآمدی نداری. یا دارم اینو کلی میگم به همه. اگه کسی میخواد تو یوتیوب فعالیت کنه فکر نکنه که همیشه دونیت هست. به خدا دونیت نیستا. امکان داره یه روز یکی باید $100 بزنه، امکان داره در طول 10 روز هیچکی هیچی نزنه. میدونی؟ چون نمیتونی هی بگی دونیت هی بگی دونیت. حالا یه دستن هی میان میگن دونیت بزن دونیت بزن دونیت بزن. اون دیگه زندگی خودشه. اون ترجیح داده که این گدایی رو انجام بده. میدونی چی میگم؟ و هر بارم بیاد بگه ندارم. میدونم چه داغ کرده. هر بارم بیاد بگه ندارم. آقا ندارم، شما دونیت بزن. ندارم دونیت بزن. ندارم دونیت بزن. فلان چی رو میخوام بگم دونیت بزن. خب اون دیگه مخاطب خودشه. کیه؟ نمزی گیمینگ. نامزی جان دستت در نکنه. تقریبا $1. خیلی ممنون. میدونی نامزی تو یوتیوب کار میکنی؟ چون پروفایلت انگار یوتیوبری. واسه بله 10K آقای نامزی، خیلی ممنونم از شما. ایشالله که تو چنلت بتر کنی داداش. حالا ما که راضی نیستیم شما به زحمت بیفتی برای ما دونیت بزنی. سلطان دمت هم گرم، خدا به زندگیت هم برکت بده. ولی اینو میخوام بهتون بگم صرفا دنبال این نباشید لایو بذارید بچه‌ها. به خدا قسم یه روزی میرسه دیگه دونیتی کسی نمیزنه، فلانی نمیکنه، تو میمونی و حوزتا. پس باید تولید محتوا کنی، باید ادامه بدی، باید بری جلو، ویدیو بذاری. سلام دایی علی قربونت برم. باید ویدیو بذاری. خب نامزی عزیز، خیلی موفق باشی داداش. پیامم ندادی، ما هم تشکر میکنیم ازت. این که صرفا فکر کنید یوتیوب بیایی و لایو بذاری و دیگه دونیت میزنن و میلیاردر میشی، این خبرها نیست. فان درو هم بذار. یعنی چی فان درو؟ چه خبر از نیلو؟ دای علی جان تو بیمارستان الان، فقط ما باید براش دعا کنیم که اوضاع روحیش جسمیش بهتر بشه. فقط باید براش دعا کنید، همین. و من تا اینو می‌خواستم تا جایی که تونستم پین کردم، تا جایی که میتونستم حمایت کردم. ولی تصمیم دارم یه ذره این داستان رو کم کنم، هر کسی رو پین نکنم. تو کما نرفته، نه یه ذره زری پوشیش اومده پایین، کما نیست. آره ایشالله که این روزا زری پوشیش میره بالا و خودش میاد داستان رو تعریف میکنه. آره سعی میکنم که هر کسی رو پین نکنم، هر کسی رو ایشالله هر چه زودتر نیلو برگرده. امیر جان آخه میدونی چیه، این دونیت رو کسی بخواد انجام بده انجام میده، نمیاد نمیپرسه لینک دونیتت کو. دیگه اون کسی که دونیت میزنه میدونه لینک دونیت توی دیسکریپشنه، یا اون کسی که خارج از کشوره میدونه مثلا گیفت کارت باید بزنه یا استیکر باید بزنه. بایدی نه، یعنی میتونه بزنه. خب دلیه دیگه. مثلا من بذارم اونجا یا کسی دیگه ای، من فقط چند بار اونو گذاشتم فقط و فقط به خاطر اون دختر بچه بود. نوشتم آقا دونیت برای جمع‌آوری عمل جراحی. اینه. صرفا دنبال این نباشید که بیاید توی یوتیوب لایو بذارید دونیت جمع کنید. به خدا قسم بعد میمونید توشا. ویدیو باید بذاری. اگه طرفدار ویدیوهات کسی نباشه میمونی توشا، درآمدی نداری. اونو میذارم. حسین سلام. چرا تعجب میکنی حسین؟
من همه چیم روه، همه چیم روه. یعنی سیگار میخوام بکشم جلوتون میکشم، کاری غذا میخوام بخورم جلوتون، صبحونه میخوام بخورم. مهدی آقا تنها یوتیوبریه که نمیگه دونیت، هر کس دلش خواست انجام میده. آره بابا این لایک هم الان چند وقته میگم لایک کنید دیگه. خدایی من دیگه اومدم داستان رستم و سهراب تعریف کردم دیگه، خدایی دیگه باید لایک میشد. الان تازه رسیدیم به 20 تا، 127 دقیقه از تو لایوم تازه رسیدم به 20. می جان ادمین میکنی دیگه، علیکی هاید نمیکنم فقط این. زینب جان هی میگی به قرآن اصلا ادمین نمیکنم، هی میگی، من احساس میکنم فقط میخوای ادمین باشی، هی میگی من ادمین نمیکنم. هر وقت خودم ببینم بدونم احساس کنم که بله ادمین الان میتونم ادمین کنم ادمین میکنم. هی نگو لطفا لطفا. اصلا اینجوری یه سی بهم دست میده انگار فقط برای ادمینی اینجایی. ادمین هیچی نیست بابا. من دیگه رکورد ادمین رو زدم دیگه، 70 خورده ادمین زدم. بعد یه چیز دیگه، دمتونم گرم، تشکر میکنم ازتون کسایی که سابسکرایب کردین. ما داریم به 2000 تا نزدیک میشیم. خیلی حس دارم 2000 تایی میشم. تا چاش میگفتم 1000 تا رو برسیم، حالا خدا بزرگی. الان داریم 2000 تایی میشیم، خانواده‌مون داره هی بزرگ و بزرگتر میشه. افتخار میکنم به این قضیه. امیدوارم که با ویدیوهام یا لایوهایی که میذارم، همیشه هم نمیشه که لایو بذاری رقص و آواز باشه، چون جز قدیمی ها هستی، اصلا ربطی نداره. امیلیا سلام. خانم زینب ساب داری، الان داری پیام میدی دیگه. ساب نداشتی که اصلا پیام هم نمیتونستی بدی، بستم کامنتو. آره همیشه نمیشه آدم رقص و آواز بذاره. یه زمان آدم دلش گرفته، یه زمانی آدم میاد چی تعریف میکنه. دنبال لایوهای الکی نباشید که برید اونجا بیادب، ببخش معذرت میخوام، یا فوش و فوشکشی باشه، چرت و پرت بگن. یه جا برید چی یاد بگیرید، سرگرم بشید. اصل سوشال مدیا به سرگرم میشه دیگه، ولی یادگیری هم در جریان باشید. آقا جواد این مستر ای هم نیومد، ما شاهنامه رو تعریف کردیم بنده خدا نبود. رستم و سهراب گفتیم مستر ای نبود. اون آقا مهدی نمیدونم بود یا نبود. بود نبود. اون چی بود؟ پنجلی بود. مهربود. سلام، چه اسم زیبایی. سنگری. بچه سنگری؟ همین چیز؟ سنگر گیلان یا نه؟ فردا شب میگی؟ آره محمد رضا فردا شب داستان سیاوش رو میگم. سیاوش خیلی داستانش باحاله. بعد کم کم میریم جلو دیگه. خسرو پرویز و بعد میریم. سلام داده حسین عزیزی سلام. نه بوشهر. آها چون ما هم تو گیلان یه سنگر داریم، یه شهر بهش میگن، یه بخش داریم که سنگره، شهرستان شده فکر کنم، شهرستان سنگر. سرش شلوغه میاد، ایشالله که خیره سرش. یعنی منظور این که گرفتاری که هست براش خیره. خب بچه ها شیمی اول توه. برو زینب جان برو از. من ساده میگم محمد رضا که اصلا کلا توی دنیای امروزی آقا مهدی با 6 تا اکانت هم لایک کردم، لایو هم ساب. فداتم امیر جان، دمت گرم، مرسی عزیزم. من ساده میگم چون تو دنیای امروزی همه چیز به سادگیه. خب اگه نگاه کنید اصلا استوری ها بیشتر از ویدیوها بازدید میخوره. الان ریلز اومده یه ذره تغییر کرده جریان، ولی معمولا استوری ها بیشتر بازدید میخوره، به خاطر اینکه یارو میره میزنه 15 ثانیه یه دقیقه نگاه میکنه میزنه میره. خب و هر چقدر تو بتونی با زبان مدی جون گوشیم 5%ش نوکرتم ما انجام. برو عزیزم امیدوارم امتحانت هم بتر کنی. هر چقدر با ساده ترین حالت ممکن بتونی یه چیزی رو انتقال بدی، همونقدر شیرین برات میشینه تو ذهنت.
آره سعی کردم یه ذره بامزه بگم، یه ذره شوخی کنم که براشون جذاب باشه بچه‌ها. یعنی سعی نکردم بیام شاهنامه خوانی بکنم. شاهنامه خوانی کار شاهنامه خانه، من اهلش نیستم. من همینجوری حرف دارم میزنم تته پته میکنم. من تا جایی که سوادمون میکشه خوندیم، دیدیم، شنیدیم. نه رشتم ادبیات نمایشیه، نه شاهنامه خوانی کردم مثلا به اون صورت. ولی خب تا جایی که خودم حال میکنم اینجوری تعریف بشنوم، همونجوری هم بعدم تعریف کنم. خیلی بامزه تره دیگه. مثلا رستم اومد گفتش که اوی مردک، تو رو پلک و پاره میکنم. پلک و پاره گیلانیه بچه‌ها. نمیدونم شما هم دارین پلک و پاره؟ پلک و پاره همون تیکه تیکه. سهیل سلام. یه کار مهم کردی. چه کاری خانم نفیس؟ شما لطف داری به من. آره من اینجوری اومدم فاکش میزنم تو رو پاره میکنم، جر میدم و شلوارتون رو میکنم، رخش منو بیارید به من بدید. اینجوری بالتره دیگه. تو ذهنت میمونه که آقا این تهمینه کی بوده، رستم کی بوده، اصلا چرا اینا با هم دیگه. آره حالا سعی کردم با هر ایمیلی میتونی اکانت داشته باشی فلان. آره تارا امشب اومده ولی خب الان دیگه خوابه. دوستان تا امتحان دارن برین امتحان جا نمونین. مرسی آقای جواد. آقای جواد نقش زال رو داره اینجا، پدر رستم، مثلا اون پیر پهلوان ها. آره آرسم خیلی مخلصی آقای جواد. نه شوخی میکنم، آقای جواد خیلی ماهه. من با تنها کسی که ارتباط تلفنی دارم بچه‌ها آقای جواده. آقای جواد جهانیه. ثابت آرا به 100 رسید. آره خدا رو شکر اون پیشرفت میکنه. یکی از دلایلش اینه که دختره. خب یه ذره دختر ارتباطات راحت‌تره باش. ولی خب کارش از این نظر سخت‌تره که بیادبی بیشتر میکنن. خیلی باید حواسش باشه. و تا جایی که من تونستم بهش کمک کردم، چیزایی که بلد بودم و بهش یاد دادم. امیدوارم که بهتر کنه. پارسا ایشالله که میتر کنی، نگران نباش. دو حالت داره دیگه پارسا، یا میری امتحانتو میرینی خیلی راحت، یا هم که قبول میشی برمیگردی دیگه. سلطان قصه نرک. خونده باشی قبول میشی، نه خونده باشی میرینی. از این دو حالت خارج نیست. شانسی نیست. باید یا بخونی یا تقلب کنی دیگه. خیلی من سعی میکنم روک و راست همه چی رو بهت بگم که درگیر نباشی. خودتون درگیر مهدی جان، خودت خوبی، همه دوستانم خوبن و مهربان. آره آقا ما اینجا سعی کردیم جمع پسر خاله دختر خاله ها دوره هم باشیم. لق بقیه بیادبا رو گفتم. لق اونا اشاره به دندان لقه. دندان لق رو باید بکنی. اشاره به چیز دیگه نیست. یعنی یه وقت فکر نکنید من بیادبی میکنم. نه بیادبی نمیکنم. تصمیم گرفتم که تصمیماتمو عملی کنم بچه. پس اینو همیشه یادتون باشه. به درد کسی خوردی به دردت نخورد، به دردش بخوری به درد نخوری. فیلم برداری بیا بدم بیل برداری. خودش میدونه با کیم. نه ولش کن. حالا در کل این که هست دیگه آقا، این داستان ها هست. من یه چیزی رو فهمیدم که تو نمیتونی همه رو راضی نگه داری. خب نمیتونی همه رو راضی نگه داری. سعی کن خودت باشی. حداقل سعی کن خودت باشی. هر چقدر خوب باشی میگن، هر چقدر بدم باشی میگن. خب ولی واقعا خوب باش. خودت باش. خوب خودت باش. یاسین جان شما باید فقط دعا کنید باشه. چیز از زری پوشیش پایینه گویا. شما فقط دعا کن که هر چه زودتر سلامت برگرده به دامان لایو. آره ما تنها کاری که الان میتونیم بکنیم فقط اینه که دعا کنیم باش. بچه گوشیم داره داغ میکنه. اگه صدا و تصویر زره عقب جلو معذرت میخوام. من اینجوری میتونم حرف بزنم که مثلا
خوب شد؟ امیدوارم که خوب شده باشه. این یخه دیگه آب شده. 2 ساعت تو لایویم. 2 ساعت و نیم تو لایویم. 2 ساعت و 20 دقیقه. آره خودت باش. اگه بدم هستی بد خوبی باش. نمیدونم سخت فارسی سخت حرف میزنم بعضی وقتا. بد خوب منظور اینه که بد باش ولی دل کسی رو نشکن. نذار خوبی تو ببینن. یعنی خوبی نکن ولی دل کسی هم نشکن. یه همچین چیزی میخواستم مد نظرم بود که بهتون بگم. حالا خدا رو شکر ما میریم جلو ببینیم چی میشه. فقط بچه‌ها ویدیوهای منو میبینید تو رو خدا لایک کنید. ویدیوهای منو میبینید لایک کنید تو رو خدا. من تنها چیزی که ازتون میخوام، تنها حمایتی که ازتون میخوام، همیشه هم خواستم اینه که ویدیوها رو میبینید لایک کنید. پارسا پیر چیه پسر؟ تو تازه اول را اینجوری کردی دبیرستانی، خب اینجوری کردی سربازی تموم شد، اینجوری کردی 30 سالت شد، بعد متوجه میشی من چی میگم. فداتم امیر جان، دمت گرم سلطان. آره تنها حمایتی که من میخوام همینه دیگه، چون من هدفم اینه که از ویدیوهام درآمد داشته باشم نه از دونیت، چون دونیت ریالیا رو که ور نمیدارم، این دونیت هم که دستشون در نکنه. خیلی خدایی بعضیا به من لطف دارن دونیت رو بالا میزنن ولی تا به دستم برسه 60 روز طول میکشه. آره ولی برسم یه مبلغی ها، من نمیگم مثلا چیه، من دارم صادقانه میگم که دلاریا رو خودم ور میدارم، چون این الان مثلا $10 بزنن 4.5 دلار خود یوتیوب ور میداره، 5 دلار نیمش به من میرسه. آره از اون 5 دلار نیمم 20% اون شرکته ور میداره، شرکت واسط بعد به من میرسه، یعنی 3.5 دلار تقریبا من 4 دلار به من میرسه. میخوام اینو بهتون بگم که پس منبع درآمد اصلی من اون ویدیو هاست. آره امیر جان درآمد شما هرچی از 45% یوتیوب برمیداره، این درآمد دونیت و این چیزا رو. خب در کل این که اگه صحبتی چیزی هست من در خدمتم، اگه سوالی دارید من هستم. پول همون نتم در بیاد خوبه. امیر تو باورت میشه اگه من 40 میلیونم بهم بده ماه اول بازم پول نتم نیست؟ من هر 2 روز دارم 10 گیگ میزنم، هر 2 روز 3 روز، چون هم لایو میذارم، هم لایو آپلود میشه، هم ویدیو آپلود میکنم. حالا بماند که با کسی که داره الان جدیدن برام ادیت میزنه ویدیو میفرستم، ویدیو اونم میگیرم دانلود میکنم. خب اصلا اونو بذاریم کنار، بعد ویدیوهایی که میذارم همشون حداقل 2 گیگ 3 گیگه، لایو که میره برای 5 6 گیگ. شماره چنده آمیتی برام بذاش. شماره چیو امیر؟ نه بابا نت چیه سلطان داداش، ما چاکرتیم، دنبال نیستم که نت بگیرم از کسی که عشق داداش. مثلا خدا رو شکر تا اونجایی که کار میکنم پول اینترنت و خودم و زندگیم و حالا قسطا و همه چی خودم میتونم در بیارم داداش. من بیشتر برای این دارم چیز میکنم که تجهیزاتمو ببرم بالا. آره 12 گیگ هم اون میگیره، مثلا یاسینی که مثلا فعالیتش فقط دیدن تماشاست، من چون هم تماشا میکنم هم آپلود میکنم هم لایو میذارم خیلیه. حالا بگذاریم همه اینا رو بریم کنار، من بیشتر تجهیزاتمو میخوام قوی کنم، میدونی چی میگم؟ حالا درآمدی بیاد بتونم گوشیمو یه ذره ارتقا بدم یا صفحه‌شو حداقل درست کنم یا چه میدونم یه کارهای دیگه بکنم، میکروفون با کیفیت بگیرم، گیم بال بگیرم. گیم بالم شکسته، یه گیم بال داشتم خیلی خوب بود افتاد از دستم. فداتم امیر جان، این چه حرفیه؟ گیم بال داشتم، حالا یه سری اتفاق افتاد شکست و حالا دیگه تعمیرش هم دیگه فایده نداشت.
فداتم پارسا جان، مرسی عزیز. آره. حالا اگه سوالی چیزی هست من در خدمتم، اگه کسی سوالی داره من تا جاییم که بتونم کمک میکنم، ولی دیگه نه به هر کسی. یه هشتگ نه به هر کسی اومده تو ذهنم برای همیشه. قرار نیست هر کسی رو که ببینم بخوام بهش کمک کنم، تا جایی که بتونم کمک میکنم، ولی خب 2 فردای دیگه بعد خودم پشیمون میشم میدونم. حالا بگذاریم. در کل طرف نور باشید بچه، طرف حق باشید. گیم بال الان نزدیک 10 تومنه، ولی الان یه دونه گیم بالای معمولی اومده فکر کنم 6-7 تومنه، شبیه گیم باله، ولی خب هم گیم باله هم استابلایزر داره، همه چی داره. گیم بال اصلی نیست ولی مثل گیم بال. الان یه چیز اومده اونو خیلی دوست دارم، یه چیزی انقدر خب نازکتر از آب معدنیه، خیلی نازکتره، یه دوربین روشه که 4K فیلم برداری میکنه، 10 میلیون 11 میلیونه. اونو خیلی دوست دارم بگیرم، ایشالله که بتونم یه پولی جمع کنم اونو بگیرم. خانم نفیس قربون شما، اگرم شما پیگیر اون آقا میخواید باشید یه پیام تو تلگرام بدید، من همه چیزا رو انجام میدم. حسین جان آره، طرف حق باشید، طرف نور باشید، نور میاد سمتتون، طرف سیاهی باشید، سیاهی میاد سمتتون. پس خودتونید که انتخاب میکنید که نور باشید یا سیاهی. سیاهی، اینه یه چیز بهتون بگم، تاریکی و سیاهی با شعله یک کبریت نابود میشه. قدرت نور همینه. 12 میلیون یه مدل. آره. حالا اون گیم بالو میگی، گیم بال آره هست، از 8 تومن 10 تومن دست دوش هست، ولی خب من این چیزه رو دوست دارم بگیرم، شبیه گیم باله ولی دوربینه، اینقدر یه وجب نازک که یه دوربین روشه، اون خیلی باله. اونو بگیرم میذاره کارم خیلی بهتر میشه، راحت تر فیلم برداری باشه. آقا سینا سلام، چاکرم. آقا سینا جوشکار، اوستایی یا دمت گرم. همون سینایی؟ آره دیگه همون. خیلی حال کردم آقا سینا که گفتی چند تا چنل دارم، اینستاگرامم خدا رو شکر قویه. آره آقا سینا مازندرانیه. آقا سینا فقط یه انتقاد بهت دارم، یه ذره فوشاتو کم کن، بعضی وقتا فوش میدی. چون یه بار اومدم تو لایو داشتی به یکی فوش. آره ولی در کل اینکه زحمت میکشی واقعا خیلی خوبه، آموزشی هم میذاری خیلی خوبه. نیم ساعت دیگه عطا امتحان داره، ایشالله که عطا داداش دعای ما هیچ فایده ای نداره، اگه خونده باشی قبول میشی، نخونده باشی نمیشی. دعای چی بکنیم مثلا برق بره؟ آره کارش درسته. مهرداد سلام. الان فقط امتحان فارسی کی میخواد بدم؟ آره. باران راد سلام. پاشا جان سلام عزیزم، نوکرتم. مهرداد شکرانی، چشم دندونام ارتودنسی میکنم، شما به فکر زیبایی خودت باش، دورت بگردم. چشم سعی میکنم کم تفوشم. آره سینا وگرنه کارت حرف نداره سینا، خدایی من که کیف میکنم، لایواتم همیشه خوبه خدا رو شکر، ولی یه ذره آره سینا رو بچه حمایت کنید. سینا چند تا پیج داره کارش انجام میده، فکر کنم مانیتایز شد دیگه. آره سینا، آره دیگه داشت اون روزی که من بودم میگفتی داشتی، یعنی داری آماده میکنی برای مانیتایز، تایم تو داشتی پر میکردی اگه اشتباه نکنم، ولی امیدوارم که هر دوتا رو مانیتایز کنی، یه درآمد توپ بگیری داداش. تو بهت میرسه، داری زحمت میکشی، هم آموزش میدی، جوشکاری اینا آموزش میدی. میدونم سینا منم عصبی میشم، ولی دیگه اونجوری فوش علنی نمیدم، من در پساپوشت مثلا پشت قضیه یه چیزی میگم. هر روز لایوی؟ آره هر روز لایوم از ساعت 2 شب به بعد. آقا مهدی داداش خدا، یاسین جان دورت بگردم، برو مواظب باش.
آره من لایوش رفتم خوب بود. مگه لیگ قهرمانان ساعت چنده بازی؟ سینا از امروز فقط مثبت اندیشی میکنه. سومین کانال بهت بزنم به تخته آجی. چرا گفتم ماشاءالله. دمت گرم. آقا ولی سینا یه جوری هندل کن که یه دونه چنلت بیشتر از همه فعالیت نشه، خب؟ چون بعضی وقت آدم میونه 3 تا چنل خیلیه. مرداد امشبه شنبه، آره شنبه مهدی رفتم لایو است. آره باران دیگه سینا یه ذره عصبی میشه دیگه، بعد فوش میده دیگه. حالا کته کله لاشی هم زیاد چیز نیست، شما دیگه زیاد به خود نگیر، ببخش. راستی مهدی جان کلا رویال چند روزی بودم خبری نبود، منم لول 50 هستم، نیاز کلن فعال باشه به هم. آقا فدا سرت امیر، آخه من زیاد کلش بازی من و رضا فقط اون تویم امیر، دورت بگردم. دست یه نفر دیگه است، اینجوری خیلی بهتره، سریعتر پیشرفت میکنی، خیالتم فکرت نمیمونه. آقا مرداد مونیخ زندگی میکنی یا رفتی بازی رو ببینی فقط؟ باران جان سلام، خوبی؟ ببخش دیگه. نه سینا دوست داشتنیه، خدا شکر با آدمایی دارم آشنا میشم که خوبن. کیهان رحیمی سلام. رفتی بازی رو ببینی. کجا زندگی میکنی جسارتا؟ نوکرتم سینا جان. از ایران رفتی مونیخ؟ تبریز بودی رفتی الان مونیخ؟ سلام سینا جان، رفتم. فداتم امیر جان، داداش خیلی پول داری یا دمت گرم. سینا زیاد بهم میگی. مرداد خیلی پول داری یا از تبریز رفتی مونیخ که فقط بازی فینال رو ببینی؟ یه 300 میلیونی فکر کنم رفت. کیوان رحیمی شما الان در کجا است؟ من رشت، ایران رشت. پارسا زیاد دقت گریه نکن داداش. باران چه خبر؟ تبریزی خوب مهرداد، تبریزی خوب مهرداد. پاشا نمیدونم فارسی سخت گفتی اینو. کیمیا تا همین حد بس دیگه، همینقدر مثبت انرژی کافیه. سلامتی باران جان، شما چه خبر؟ پیدات نیست، کجا میری کجا نمیری؟ نه اینجوری نمیگم که به من ربطی دارم، کلا میگم یعنی میچرخی نمیچرخی. منم نفهمیدم مرداد. یه آرمین داریم اون ارومیه، الان ترکیه است. کاش بود میگفتم میرفتی اونم ساب میکردی، بنده خدا همشهریتونه، تقریبا همزبانین دیگه. آره دیگه سینا از ایران رفته مونیخ، حالا بلیت رفت و برگشت شد فکر کنم 100 تومن باید باشه دیگه، نیست 120 تومن باید باشه حداقل تا آلمان بری، بلیت و فلان و خوراک و سرکاری. خانم باران شما پرستار بودی؟ نه کی بود؟ بانک بود؟ باران راد. شما تو کدوم لایو بودی؟ پارسا جان دعا میکنم که نرینی امتحان تو، فقط همینو میتونم بهت بگم. آره چنل آقا آرمینم املیا گذاشت. مرداد جان اگه دوست داری ساب کن، همشهریته.
کارمند بانک. فقط لایو من بودی؟ جای دیگه ندیدمت؟ مهرداد گرایش چیه؟ چی شد؟ چرا خورد تو گیجگام؟ یه لحظه اینجوری هنگ کردم. بچه ها من کم کم رفع زحمت کنم. لایو سید هم بودم شما میگم یه جا دیدمت. آره خیلی مخلصی. میجان گفتی رشت هستی. آره دیگه داداش رشتم. امیر جان من تا 1-2 ماه پیش، 1 ماه پیش ساعت 8 میخوابیدم، 10-11 بیدار میشدم، میرفتم یه جا ادمینی داشتم، میرفتم اونجا 1-2 تا جا ادمینی ها رو پس دادم به خاطر اینکه نمیرسیدم، باید ویدیو بگیرم، باید یه ذره کارای یوتیوب هم انجام بدم دیگه. اون کارا رو مجبور شدم که انجام ندم. 1-2 تا رو دارم، اونم بعد از ظهر میرم و راستشو بخوای مثلا ساعت 10-9 میخوابم. چون میدونی چجوریه، شما وقتی یوتیوب کار میکنی چند سرگرمیه، باید یه ذره بگردی توی یوتیوب، این یه تایمی بگذرونی، یه ذره ایده بیاد برات، ببینی، یاد بگیری، ایده بگیری. من یه تایم اینجوری میذارم، یا ادیتی اگه دارم ادیتمو انجام میدم، میخوابم. 12-1 بیدار میشم. حالا بعضی وقتا یه ذره دیرتر، بعضی وقتا یه ذره زودتر بیدار میشم. حالا اگه معده دردی چیزی نداشته باشیم میریم سراغ کارامون. باید برم خونه، میرم خونه، چون اینجا خونه مازیارم. میرم خونه، یه سر به مادرینا میزنم. حالا یه نهاری اگه شد اونجا میخورم، اگه نشد که هیچی، میرم بعد به کارم میرسم. حالا فردا یه ذره باید زودتر باشم، چون مادرم باید برم دکتر باید برم دکتر، بعد دور برش گردونم، بعد برم سراغ کارم. کلا کارت مجازیه؟ آره دیگه پاشا. ولی بیکار نمیشینم. اگه مثلا ادیت نداشته باشم، پیجی نباشه که بخوام باش کار کنم، اسنپ کار میکنم. کار آر نیست که دیگه داداش، باید پول در بیاد. عاشق عکس پروفت شدم. چرا؟ املیا جان قربونت برم. مرداد جان شغلم اسنپ نیست سلطان، نه. من الان ادمینی میکنم، ادیت میزنم، پیج اینستاگرام ادمینشون هستم. خب 1-2 تا دارم. قبلا 5-6 تا پیج داشتم. 5-6 تا پیج داشتم به خاطر اینکه نمیرسیدم، واقعا خسته میشدم سر این جریان یوتیوب و لایو و اینا. به خاطر همین 3-4 تاشو پس دادم، یعنی دادم به رفیقام. قربونت باران جان، برو عزیزم. 3-4 تاشو دادم به رفیقام. 1-2 تا رو دارم برای اینکه بتونم قسط وام و بانک، و من ماهی 12-13 تومن قسط بانک دارم. قسط بانک هم در بیاد، خرج روزمره و یه ذره حالا به ماشین بتونم برسم. مرداد جان همین که شما تبریزی رفتی مونیخ بازی فینال اروپا رو ببینی، همین خودش شعافه سلطان. حالا نمیخواد بگی دکترا. نوکرتم سینا جان، برو عزیزم، برو دورت بگردم سلطان. خیلی خوشحالم که میای تو لایو بهم سر میزنی. امیدوارم موفق باشی. شما الان در خانه است؟ بله. پس کجا هست؟ چاکرم سینا. متولد چندی؟ مرداد جان چند میخوره بهم؟
بهمنی خیلی خوبه. چند میخوره؟ زیاد بگی هایدت میکنم. متولد 66 هم منظورته؟ نه آقا چه خبر، جنگه مگه؟ الناز جان سلام. مهدی ناراحت نشو واسه این اصلا هر موقع خواستی بده. زینب از دست تو. نه داداش من متولد 30 بهمن 70م سلطان. 34 سالم. بچه‌هایی که جدید اومدن زیر آبن بیاین یه سلامی بگیم ببینیم از کجا این سلام فلان. سلام از من کوچیک‌تری. یک 69 هستی؟ حالا در کل ما کوچیک شما هستیم. چه حالا 74 بودی؟ برای ما اینجا فهم ما کوچیک همه. شما هم داداش ما. سلام داداش مهدی صبحتون بخیر و خوش. ندا جان سلام. قربان تو. بهمنی ام بله. پروانه بی سلام. من 20 سالمه. خدا تو رو برای خانوادت نگه داره. خانم پروانه یه ذره دیر اومدی. ما شاهنامه رو تمام کردیم. رستم و سهراب رو تعریف کردیم. آقا مهدی الان چجوری می‌بینی چقدر امیدوار بشی؟ مرداد جان آینده رو نمیبینم، در لحظه زندگی میکنم. پاشا جان از یوتیوب پول در میاد ولی من هنوز پولی دریافت نکردم. مانیتایز شدم 2 ماه تقریبا 50 روزه. 52 روزه با امروز. ولی پولی دریافت نکردم هنوز. ویدیوام چون ویوش پایینه درآمد آنچنانی نداره. اگرم درآمدی باشه دونیت. حالا بعد یه ویدیو میگیرم. اولین درآمدم هر چی باشه یه ویدیو میگیرم. از دستم ناراحتی؟ نه زینا جان چرا؟ حالا یه ویدیو میگیرم بعد اینکه میگم بهتون چقدر درآوردیم. جا داره بگم سبز بهت میاد. مرسی. خانواده دل روشن‌تر از نور لامپ. امیر علی سلام از بچه ها امشب تارمی گل میزنه ایشالله. پاشا جان منم خودم منتظرم سلطان دیگه. خیلی تلاش کردم برای یوتیوب. خیلی چون تک بودم همیشه تنها. حالا مرداد دیگه حالا نمیدونم سبز زیتونی حالا چی هست. آبانی ها میگه عشقن به خصوص بهمنی. آقا جواد دمت گرم سلطان. به اندازه کافی حمایت میکنن. دستشون در کیمیا من داخل هستم به ارشد و وکالت اینا. همین که ویدیو رو اشتراک بذارن، چه میدونم لایک کنن، کامنت بذارن، ببینن واقعا. چون من میدونم دیگه خیلی ها میرن فقط کامنت میذارن، فقط بگن که من کامنت گذاشتم، نمیبینن کل ویدیو رو. من واقعا برای اون ویدیو زحمت میکشم. دوست دارم حداقل که اون ویدیو رو ببینن. همین تهش میخواد یه رو 20 دقیقه وقتشون رو بگیره. حالا نمیگم همش رو ببینین دیگه، ولی 10 دقیقه‌ش رو ببینین، نصفش رو ببینین. قربونت محمد رضا جان. چاکرم. بابای منم 3 خرداده.
آره بابای منم متولد 3 خرداد ماهیه، به خاطر همین خردادیان رو خیلی خوب میشناسم. منم 5 خرداد تولدم بود. بازم تولدتون مبارک. دنیا براهویی سلام. سلام خوبید؟ آرزو درویش. خانم آرزو درویش سلام. ولی یه چیزی میخوام بهتون بگم، ناراحت نشید، از دستم دلخور نشید. نمیدونم شما همون آرزویی یا نه. اگه لایو شخص مورد نظر میری، خواهش میکنم فقط همونجا. لوت باکس سلام. نمیدونم شما اگه همون آرزویی، نمیدونم. آره بابام 3 خرداده. اولین لایوی که بود، اولین لایو که بود اولین لایو که بود خاطرات نوجوانی تو میکردی از دوستان. وای عالی بود. پاشا اولین لایو هم؟ نه این خانم آرزو اون آرزو نیست. نه نه این خانم اون خانم آرزو نیست. ببخش من شاید اشتباه گرفتم. نه شما نبودی، یه خانم آرزو بود، من فکر کردم ایشونم. من عذرخواهی میکنم ازتون. آقا جوادم گفت آره، چون اون من منتظرم اون آرزوه بیاد. شاید نمیدونم. خدا رو شکر، خدا حفظش کنه براتون. کیمیا واقعا تو هم 5 خردادی. روزی چند ساعت میخوابی؟ نورا گفتم روزی الان یه ذره بیشتر شده، 4-5 ساعت میخوابم، ولی قبلا 2-3 ساعت میخوابیدم. همین باعث شده بود که هم شب بیداری داشتم، هم کم خوابی داشتم، هم خوراک درست حسابی نمیتونستم بکنم، درگیر بودم همش. خاطرات دوران نوجوانی تعریف میگم. پاشا تو اون موقع بودی؟ لایوهای اول بودی پاشا؟ تو کدوم لایو بودی تو؟ یا نه رفتی ویدیو رو دیدی؟ تو ویدیو شو دیدی. آره تازه من لایو اولم اشتباه میکردم، پاک میکردم. من نمیدونستم اول که نمیدونستم لایو چیز واچ تایمش حساب میشه. خب پارسال نمیدونستم لایو واچ تایمش. مرداد جان اینجا جای این کارا نیست سلطان. مثلا نمیدونستم واچ تایمش حساب میشه. خب اینجا ما دفتر شادمانی نزدیم که نمیدونستم واچ تایمش حساب میشه، پاک میکردم. خب وگرنه اولین لایو هم خیلی قبل‌تر بود. چه ربطی داره دوتاتون توی یه روز به دنیا آمدین داداش؟ الان تو از کجا میدونی کیمیا پسر نیست؟ آبان ماهی خانم آرزو، یا آبانی مغرور. امیرم آبان ماهیه؟ دهن سرویس. بهمنی خیلی کمه انگار تو لایو من. بهمنی زیاد نیست. بهمنی کی بود؟ محمد رضا بهمنی بود. محمد رضا فکر کنم بهمنی بود اگه اشتباه نکنم. یه سیگار در کنار شما میکشیم. خب مرداد عزیز، فوق دکترای وکالت و فلان که الان تو مونیخی، سلطان تو مجازی دنبال دوست دختری؟ سوال من ازت. نه خانم آرزو کلا دارم.
لا اله الا الله. برو، من هرچی میخوام دهنمون بسته نگه دارم. برو آقا برو. امیر ولش کن، یه چیز میبندن برای خودشون دیگه. گوسفند. یه لایو بذار از قدیما تعریف کن. پاشا جان چشم، تعریف میکنم. از چه دورانی تعریف کنم برای سلطان؟ من دیگه اونقدرم قدیمی نیستم که داشت 34 سالمه. مثلا از دوران نوجوانی و جوانی و اینا. ویدیو جدید امروز ویدیو به دستم میرسه، همین امروز هم احتمالا آپلود میکنم. شب ویدیو ایشالا به دستتون برسه. کارهایی که با دوستان میکردی. پاشا یه ذره حرفات اینجوری دو پهلوه. آمیرزا خس شده امیر، خیلی خس شده. من خودم هم زیاد خوشم بیده پرنگ با مازیار بذار. حالا شایدم یه شوخی با مازیار کردم، حالا تو فکرم هست. حالا ببینم چی میشه. میدونین چیه بچه ها؟ به خاطر اینکه این درآمده نیومده هنوز، یه ذره سستم. یه ذره باید درآمد داشته باشم، یه ذره خیالم راحت باشه چند وقت. به خاطر هم میدونی بعضی وقتا شما میخوای یه کاری رو بکنی ولی خب فرصت نمیشه. منم اگه دقت کنید بیشتر ویدیوام همش تو خونم. مثلا اون روز دیگه رفتیم نهار و شام، صبح و نهار شام خوردیم. اون روز کلا من هیچ کاری نکردم، از صبح درگیر همون ویدیو بودم. 2 تا ویدیو هم گرفتم همون روز. من وقتی میام یوتیوب همش آمیرزا میبینم. آره آمیرزا دیگه خیلی خس شده. امیر کویزم خوبه ولی اینترنتم چون ضعیفه، خب کویز نمیتونم بازی کنم. باید یه مودم بگیرم. او اولین هدفم بعد اینکه دونیتم اومد، چی درآمد یوتیوبم اومد، باید یه مودم بخرم. آره راست. علی رضا تازه اومدی میگی لیلی زن یا مرد؟ داداش من 170 دقیقه است تو لایوم، تعریف کردم رستم سهرابو دیگه. الان واقعا نمیتونم. مهدی اون روز کارت شده؟ نفهمیدم الناس چی شد. من یکی تو زندگیم اسمش محمد و بهمنی، با خیلی عجیبه. کسایی که اول اسمش هست بهمنی چه ربطی داره؟ شاید هم ربط داره، نمیدونم، من دقت نکردم. من باید برم. قربونت پاشا جان، چاکرم. خیلی خوشحال شدم. دمت هم گرم. از چیزایی که گفتی حتما انجام میدم. بیا محمد رضا قدم دوشش. قربونت عزیز، مرسی عزیز، شما خوبی؟ دادا من اینجا جدیدم ولی یه چی برای خودت میگم. فردا پس فردا چنلت رو به روز شد چی؟ روز به روز رشد میکنه. خوبیت نداره این تصاویر تو چنلت باشه. تو لایف سیگار نکش مشی. علی رضا جان چشم. من لایوامو سیو نمیکنم سلطان، ولی چشم. دیگه بهتر از اینه که من بهتون دروغ بگم که 3 ساعت تو لایوم سلطان. دیگه 2 تا سیگار رو که میتونیم بکشیم. من سعی میکنم خودم باشم علی رضا، ولی دمت گرم. چشم چشم چشم، به روی چشم. سعی میکنم اینو تکرار نکنم. امیر دیگه فقط باید پست بذارم یه دونش مثلا بگیره، بقیه‌اش هم پشت سرش بگیرن دیگه سلطان. کاری نمیتونم بکنم جز اینکه شما حمایت کنید، چه میدونم شیرش کنید، لایکش کنید. دیگه کاری دیگه از دست من بر نمیاد. من فقط وظیفه‌م ویدیو بذارم. فداتم علی رضا. چشم چشم چشم. میدونم منظورتو گرفتم.
یه کاری دیگه. الناز نفهمیدم پست. مرسی خانم آرزو. بگو شهرداری که میری ولاگ بذار. دیگه نمیشه همش از شهرداری ولاگ بذارم که. ولاگ گذاشتم، صبحونه نهار شامو گذاشتم دیگه. نمیتونم همیشه از شهرداری ولاگ بذارم. اسرائیل. بچه‌ها من 14% دیگه درصد باتری دارم و ازتون خیلی ممنونم. امیدوارم که شاهنامه‌ای که با هم دیگه مرور کردیم بهتون خوش گذشته باشه. من تا جایی که خودم بلد بودم یاد گرفتم، سعی کردم در ساده ترین حالت ممکن براتون لایو بذارم و توضیح بدم. امیدوارم لذت برده باشید. دمتونم گرم. خیلی ممنون کیمیان. مرسی محمد رضا. امیر جان نوکرتم. فردا سیاوش رو میگم. چشم، فردا سیاوش رو میگم. همینجوری میریم به ترتیب جلو دیگه، چون بعد رستم و سهراب. مرسی خانم آرزو. همچنین روز خوبی داشته باشید. او 80% از حجم یک ماه 10 گیگابایتی شما الان SMS شما. همینجوری میریم جلو. و سیاوش بعد جریان رستم و سهراب سیاوش و این داستانش خیلی باله. دمتون گرم. دوستتون دارم. خیلی ارادتمندم. ممنونم که شما هستید. برای نیلوفر دعا کنید بچه‌ها. اگرم کسی هست که بتونه به اون آقای کمک کنه، تو رو خدا بهش کمک کنید. من چیزی از دونیت ها ور نمیدارم. اگه دونیت هم بکنید مال از من بدبخت‌تر و گرفتارتر. خدا رو شکر فعلا تنم سالمه. 2 دست دارم، 2 پا دارم. دست و پام سالمه، کار میکنم. حالا یوتیوب هم همجوری میریم جلو ببینیم چی میشه. ولی دستتون میرسه کمک کنید. از اینا طبق روال همیشه برای نیلو هم دعا کنید بچه‌ها. 100% بهتر میشه با انرژی مثبتی که شما میدید. شما دلتون از من پاکتره، پس براش دعا کنید. دوستتون دارم.